السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه روزانه فکر. برنامه‌ای که در اینجا فکر و اندیشه ها پرسیده می شوند، فکر و اندیشه ها گفته می شوند و مناظره می شود. تماشابینان عزیز گرامی، امروز یک روز تاریخی است. امروز 27مین سالگرد به امضا رسیدن سازشنامه صلح در شهر مسکوی فدراسیون روسیه است. یعنی بین همان وقت حکومت وقتی جمهوری تاجیکستان و اتحادیه نیروهای اپوزیسیونی تاجیک در شهر مسکو 27 ایونی سال 1997 بعد راوند هشتمی مذاکرات به امضا می رسد و حالا 27 سال گذشت. طول این 27 سال گویا ما به وحدت ملی رسیدیم، گویا جنگ به پایان رسید، اما غل غربت و فشارها و جانب دیگر را متهم کنی ها و جانب دیگر را عیبدار کردند به همه گروهدارهایی که به میان آمده بود از بین نرفت. زندان کردن ها، کشتن ها دیگر از بین نرفت و یگانه دستاورد بزرگ ملت هم همین است که دیگر در تاجیکستان صدای تیر توپ و تفنگ شنیده نمی شود. این هم باشد نه با ابتکار خود حکومت جمهوری تاجیکستان، بلکه از آن وابسته است که جانب دیگر نمی خواهد در تاجیکستان صدای تیر توپ و تفنگ شنیده شود. اما این هم به فکر من، به نظر من، از آن چی که من مشاهده کرده ایستادم دیر نمی پاید و دیگر ملت را باز به این باور آورده رسانیدند که نمی شود بدون قربانی و نمی شود بدون صدای تپ و تفنگ و نمی شود دیگر بدون سلاح این حکومت را به یک خلاصه درست آورد. حالا بعد از این 25-27 سال در 2 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان با فشارهایش بالای مردم، با کشتنهایش، با زندان کردنهایش، با از بین بردن دیگر اندیشان، مخالف اندیشان و آزاد اندیشان و به زندان فرستاندن آنها، مردم را به این خلاصه آورده رسانیده ایستاده است که دیگر اون همه سازشنامه صلح سازشنامه نبود، بلکه یک فریب بود و اتحادیه نیروهای اپوزیسیونی تاجیک را خلع سلاح کردند، به وطن آوردند و آنها را کشتند، زندانی کردند، سربگریز کردند و حالا تمام لجام حکومت، تمام زمام حکومت و دولت و تمام بایگری های ملت در دستشان است. کسی پشهشان را پیشت گفته نمیتواند. حکومت به این خلاصه رسیده است، اما ملت به آن خلاصه رسیده است که دیگر این حکومت را نمی شود با صبر و تحمل به این حکومت باور کرد و دیگر ملت را نمی شود به این حکومت باور کرد. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، امروز ما چند مهمان را به برنامه دعوت کرده هستیم. آهسته آهسته آنها وارد می شوند که بعضی از آنها، ایده از آنها شاهدی به واسطه مذاکرات صلح بودند و یا اشتراک کردند و یا اینکه با خبر از روند مذاکرات صلح بودند. تماشابینان عزیز، پیش از آن که من به مهمان ها نوبت بدهم، از یکایی که شما احترامانه خواهش میکنم که برنامه را پسند کنید، یعنی تگمه لایک را پخش کنید هرچی بیشتر و همچنین کسانی که حالا وارد برنامه شده اید و آبونه نشده اید به شبکه یوتیوبی پیام تیوی، لطفاً آبونه شدن را فراموش نکنید، چون که شما وقتی آبونه میشوید و از
برنامه‌های ما زودتر از اولین ها شده باخبر میشوید. در یاد داشته باشید که ما از سر نو فعالیت خود را گرفتیم و هر هفته کمش 2 مرتبه وام میخوریم و برنامه‌های خوب برایتان پیشنهاد خواهیم کرد و صحبت‌های گرم در اینجا خواهد شد. انا برای همین هم دوستان عزیز آبونه شدن را فراموش نکنید و لطفاً این لینک نوار را، یعنی پیوند نوار را به دوستانتان حتما بفرستید و در شبکه‌های اجتماعی زودتر پهن کنید تا اینکه دیگران هم باخبر شوند و ما را تماشا کنند و از اصلی واقعیت حال که در مذاکرات صلح چه گذشت و این حکومت جمهوری تاجیکستان کی بود، چی میخواست، از اصلی حال باخبر شوید. حالا تماشابینان عزیز گرامی، اولین شده به استودیو استاد محمد سعید رضایی وارد شده هستند. از استاد محمد سعید رضایی خواهش میکنم میکروفون خود و ویدیویی خود را فعال کنید و انشالله که با شما صحبت را آغاز میکنیم. استاد شما شرایط ویدیو و میکروفونتان را فعال کردن را دارید؟ با فکرم که الو صدای من هست؟ صداتون هست، فقط سیماتون صدای نیست. من هست؟ صدایتان هست، سیمو نیست. شما را صداتون بسیار پست در تلفن من شنیده نمیتوانم. تلفنتون رو بلند کنید. حاضر من کوشش میکنم صدایم رو بلند کنم. شما هم صدای تلفنتون رو با درجه عالیش بلند است تلفن. صدای من بلند شد؟ صدای من رو خوب میشنوید؟ دوستانی که ما رو تماشا میکنید لطفاً بگویید که صدای من چگونه به شما میآید تا اینکه ببینیم صدا چگونه است. لطفاً در چت یوتیوب نویسید دوستان که صدای ما رو چگونه میشنوید. پست است، بلند است، چگونه است؟ استاد سیمایتان نیست. میتوانید با سیما صحبت کنید؟ با چهره میتوانید صحبت کنید دوستان؟ الو استاد، دوستانی که ما رو تماشا دارن میگن صدا بی‌نهایت خوب است. هستید؟ من هستم، صدای شما نیست. صدای ما رو من از از کجا سر گیان کنم باز یک بود. من نگاه کنید استاد، من ببینید. صدای شما همین اگر حاضر ویدیو را اگر بکن کنم. آواز خوب است. نوشته تماشابینان صدا خوب است. نوشته تماشابینان صدا ساز است. اگر من حاضر صدای شما را نوشته تماشابینان صدا خوب است، صدا عالی است. بسیار خوب. تماشابینان گرامی، چنانه که در مکتب ها امروز درباره وحدت ملی میگویند، در دانشگاه ها درباره وحدت ملی میگویند، در دولان های حکومت جمهوری تاجیکستان درباره وحدت ملی میگویند. اما اینجا ما بر اینیم که وحدت یعنی چی؟ صلح یعنی چی؟ صلح دوستان عزیز، هممون میدونیم که دو جانبی برابر قوه، دو جانبی که به یک نهایت نمیرسند، غالب در جنگشان، در جدالشان، در مبارزه اشان یگان نهایت به میان نمی بیاید، یگان غالب وجود ندارد و یعنی مبارزه دوام یافتن میگیرد، غالب وجود ندارد. یعنی دو قوه برابر به خلاصه میبینند که یگان، یعنی این جنگ مبارزه بر ضد همدیگر یگان معنی ندارد
و برای همین هم باید صلح کرد و صلح دو جانب دارد و از دو طرف دست به هم داده می شود و حالا در تاجیکستان یکی دست نیست. دست امام علی رحمان وجود دارد، دست جانب دیگر که برای صلح دست دراز کرده است و روزی شده است که در تاجیکستان جنگ به اتمام برسد و صلح و امانی و آسایشتگی در تاجیکستان باشد. دست دیگر وجود ندارد، همه جا فقط دست رحمان، یعنی از این طرف دست چپ است، از این طرف دست راستش امام علی رحمان صلح کرده است و خلاص. یعنی به همین مضمون گپ میزنن، درباره جانب دیگری صلح گپ نمیزنن. یعنی حالا طور مسئله صلح رو بررسی میکنن که در اون وقت جنگ وجود نداشت، تنها این وجود داشت که یک طرف غالب و یک طرف مغلوب بودن، هیچ صلحی به میان نآمده بود و در یک صحبتش امام علی رحمان هم یادآور شده بود که ما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ وقت صلح نکردیم، اما در یک صحبت دیگرش گفته بود که من با رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد سید عبدالله نوری هر کجای باشد آماده هستم که روم درباره صلح مذاکره کنم. این گپ هم گپ امام علی رحمان است. اون گپ هم که گفت من با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ وقت صلح نکردم، این گپ هم گپ امام علی رحمان است. به کدامش باور کردنی هستید خودتان میدونید، به کدامش باید باور کنید. فقط این است که حالا فقط یک دستی امام علی رحمان مانده است در صلح. اما همین نفر وقتی که در رأس حکومت بود 8 راوندی مذاکرات صلح گذشته است. چندی از این راوندهای صلح بدون نتیجه به انجام رسیده است و در 2 مذاکرات خودش شخصا امام علی رحمان شرکت کرده است. در 2 مذاکرات، یکی در مذاکرات در شهر کابل افغانستان، یکی در مذاکرات در شهر مسکو فدراسیون روسیه. گفته می شود بسیار کارشناسان بر این هستند که سفر خودی امام علی رحمان به شهر کابل افغانستان و در سطح شخصان اول مذاکرات به میان آمدنش، یعنی امام علی رحمان با سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک مذاکرات کردنش پایه اولی، یعنی به صلح رسیدنی فوندامنت، یعنی پایدیواری به صلح رسیدنی تاجیکان در همه جا گذاشته شد. در همگی 2 مراتبه در سطح رهبریت اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان همگی 2 مراتبه مذاکره شدگی است. یکی در افغانستان، و دیگری در شهر مسکو فدراسیون روسیه. در شهر کابل افغانستان سنه 17-19 می استاد سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان با امام علی رحمان مذاکره کرده هستند با میانجیگری سازمان ملل متحد و کفالت امنیت رئیس جمهوری وقتی افغانستان برهان الدین ربانی و همچنین استاد سید عبدالله نوری. اگر کفالت امنیت امام علی رحمان از جانب سازمان ملل متحد و همچنین از جانب استاد سید عبدالله نوری از جانب رزمندگان اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان به امام علی رحمان داده نمیشد، امام علی رحمان از کابینتش بیرون نمیشد. و اگر امام علی رحمان به مردانگی، به جوانمردی استاد سید عبدالله نوری باور نمیکرد که اگر رفت امام علی رحمان را استاد سید عبدالله نوری نمیکشد، یک تیر به پیشانیش نمیزند و نامردگی نمیکند، به این باور نمی بود امام علی رحمان به مردانگی و جوانمردی استاد سید عبدالله نوری باوری نمی داشت، امام علی رحمان یک قدم به کابل افغانستان نمی ماند. و چنون که حاضر می بینید خود خصلت امام علی رحمان در کوچه های داخل دوشنبه بدون 10 و 15 یا که چه های قطار به کارتژ راه نمی رود. وقتی که هر جایی که امام علی رحمان در دوره تینجی امانی آسایشتگی تاجیکستان، گویا که تاجیکستان تینجی و امانی آسایشته است،
بی کارتج راه نمی رود، کوچه ها را می بندد، هر کجای سفر کرد جوار مکه سری راه را می درواند تا اینکه از قبط علاو یک تیر به پیشانیش نزند یا که کسی به سنگ و به تخم نزنندش. تمامی رستنی های سری راه را می درواند به جایی که سفر کرد، چون که او همین قدر ترسانچک است. همین نفری ترسانچک اگر کفالت امنیتش را نمی داشت، مگر استاد سید عبدالله نوری و رزمندگان اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک اگر باوری نمی داشت و جوانمردی آنها باور نمی داشت، مگر امام علی رحمان به کابل به داخلی یعنی آتش جنگ می رفت، سفر می کرد؟ نه. انا برای همین هم این جوانمردی استاد سید عبدالله نوری بود که امام علی رحمان به آنجا سفر کرد و بار اول بعد از 3 سال مذاکرات، بعد از اون که او خودش بعد از 3 سالی با تیر و توپ و تفنگ خارجیان از ترمیز به دوشنبه زده در آمد، با تیر توپ و تفنگ خارجیان و عموما نفرانی که در مراسای ملی بودند اونها به خاطر اون که دیگر دوشنبه به خون آغشته نشود، بناهای آباد خراب نشوند و تاجیکستان دیگر به خرابه تبدیل نیابد، تاجیکستان را ترک کردند. وگرنه قوه‌ای که می توانست با امام علی سر به سر شود و نوبسته از خراب شد تاجیکستان و به خون آمیخته شدن تاجیکستان در برابر امام علی رحمان ایستادگی کند، این قوه وجود داشت. اما ما از تاجیکستان تنها قبرستان به دست می آوردیم، گفته سید عبدالله نوری، و به همین خاطر آنها به امام علی رحمان دوشنبه را سپردند و دوشنبه را به قصد افغانستان رزمندگان اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک ترک کردند. اساساً نیروهای اپوزیسیون تاجیک در افغانستان تشکیل شد. حالا در این باره با استاد محمد سعید رضایی صحبت میکنیم. استاد هستید؟ الو؟ باز هم به فکرم شک شدگی است یا چیز دیگر نمیدانم. حالا یک بار دیگر به دوستان پیوند نوار رو یک بار دیگر فرستیم. گفته شدن وارد شده نتوانسته شدیم. استاد محمد سعید رضایی، شما نیز در حالت شخص شدگی قرار دارید. حالا پیدا شدید، من شما را بالا میبردارم. صداتون نمیشنوم اما چیتون نیست. متاسفانه چی گفتید شما هیچ نفهمیدیم. من یک چی روان کردم به شما را، یک چیزی دیگر سلام روی حالا کردم. حالا شما صدای مرا میشنوید؟ شما حالا صدای مرا میشنوید؟ من اگر گوش ما بیارم به نزدیک به تلفن میشنوم صداتا، اگر با خفا برم فهمیده نمیشود. نمیدونم عیبی چی است. شما گرام کاست تلفنتون رو بلند کردید؟ همش بلند کردم. من این چیزا رو وارد هستم. میدونم شاید به خاطر به دیگران خلل نرسوندن بعضی میشود که پاس کرده میمونید فراموش میشه. مینی بلند کردگیم. من یک بار تلفن رو کشته گیرم کنم نباشد. شما وارد شدید بابای اشان عبدالستار، شما وارد شدید. هستید همینجا؟ بله هستید همینجا، فقط سیمایتون نیست. صداتون هست. صدایتون هست، سیمایتون نیست. شاید به سیما اجازه نداده باشید. کامرتون رو گرم کنید. کامره
ترجمه میکنه بس چی؟ حالا نه در همه جا کامراتون کشتگی است. یک ولوی همون اشاره کامرا. نه کامرام گریون است کو. نه شما خودتون رو دیده شده در تلفن؟ بله. عجیب. هم صدق به شرط است که همون بسیار خوب چهرم نمایان شود. چهرم نمایان. بیاید با خودتون صحبت رو سر میکنیم. حالا بفرمایید. تمام. حاضر استید. یک دقیقه. منه. شد. بسیار خوب شد. تشکر زیاد از اولین شده خودتان وارد شدید. تشکر به شما. من خبر دارم یک کمتر سلامتیتان خوب نیست. انشالله کوشش میکنیم که شما رو بسیار عذاب ندهیم. بابای ایشان میگفتید که در روند صلح تاجیکان شما در کجا بودید؟ به نام خدای جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخشی، پوزش پذیر، حمد ثنا بر پروردگار عالم و درود و صلوات بر رسول رحمت حضرت محمد علیه السلام و همچنین یاد شهدای راه مبارزه و مقاومت، اونانی که برای صلح و وحدت تلاش کردن، یادشان گرامی باد. خب اونانی که از دنیا گذشتن خداوند مشمول رحمتشان قرار بدهد و همچنین سلام و درود حضور شما مجری محترم برادر شوکت جان و آنانی که صدای مرا میشنوند. خب دیگر امروز به همگان معلوم است که روز 27 میلیون 27 سال قبل خب سند صلح بین کشور تاجیکستان بگیم که بین حکومت فعلی یا که نمیدونم جبهه ملی و فرانت خلقی بگیم و بین اپوزیسیون تاجیک، نیروی اتحادیه اپوزیسیون با رهبری استاد شهید سید عبدالله نوری این سازشنامه امضا شد. من خب در تاجیکستان قرار داشتم ولی متوجه به همه این صلح و صلاح و اینها بودم و همه را میدونستم، میشنیدم و مسکو سفر کرده بودم در ایام اون گفت و شنیدها. خب فرمایید. من یک سوال به شما دادنی هستم. در راوند یکم جانبی اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک پراکنده شدن شورای عالی را طلب کرده بود، چون که اونها گفته بودند که همه شورای عالی در 16 شورای عالی در شهر خوجند غیر قانونی سازمان داده شده است. یک تبادلات پارلمانی در آنجا به میان آمده است. حالا شاید استاد محمد سعید رضایی هم به این چیز جواب دهند. یک تبادلات پارلمانی به میان آمده است و باید این 16 شورای عالی پراکنده کرده شود، چون که این غیر قانونی است. حالا در تاجیکستان 16 شورای عالی را تقدیرساز میگن، اما در راوند یکمی مذاکرات صلح از 5 تا 19 اپریل که سال 1994 که در مسکو شده گذشته است، این گونه طلب از جانب اپوزیسیون شده بود. آیا این درست است؟ در این باره چی گفتنی هستید؟ خب شوکت جان، پیش من بخشش میپرسم. در سفر خب داخل ماشین بودم، ولی خارج شدم، چون بخشش میپرسم اگر یگان دیگر سطح نوارم اگر پس باشد یا که جنبش باشد. نه نیست، ما رو شنویم شد بهترین است. خاطر که خب شما خواهش کردین من در وارد شدم. اخیراً هم چنین گپ ها بود، چنین حرف ها بود و اون شورای اون مجلس شورای عالی که در قصر ارباب خوجند 16 شورای عالی برگزار گردیده بود، این همه میدونم که تقدیرساز نبود، تقدیرسوز بود. خب نمایندگان مردم، عضو پارلمان از طرف حکومت حاضره یا که فرانت خلقی در اونجا مردم، نمایندگان مردم دیگر گروگان گرفته شده بودن. حتی نماینده خودشان سفر علی کنجیف هم بارها این رو گفت که ما رو بردن چند روز یا چند ساعته
محبس کرده بودن. واقعا همچون حرفا بود، ولی رهبران اتحاد نیروهای اپوزیسیون به خصوص استاد سید عبدالله نوری، چون اونا شخصیت هایی بودن که خب به صلح و به اینها خب دیگر باور داشتن، میخواستن که اونا میدونستن که پایان هر یک جنگ در دنیا این همه میدونن که صلح است. این جنگی نیست که آخرش به صلح انجام نیابد یا به تلفات های زیاد. و همین خاطر دیگه اونا این باز بعضی این حرفای خود از پیشنهادهای خود گذشت کردند و بالاخره راضی شدند که روند خب دیگر همون گفته شنیدی استقرار صلح ادامه بیابد. بله، در تاریخ یعنی که خود کنجایوف، خود سفرعلی کنجایوف که اونم دیگه یک عضو ارشد اینها بود و یک رهبر فرانت خلقی بود، مؤسس این فرانت خلقی بود. اون خود چندین بار اعتراف کرد، نواراش هم هست، خب در ثبت نواراش هم هست، مصاحبه‌اش هم در چندین مجله ها چاپ شده بود. اینا نمیتوان رد کرد. بله، اکبرشاه اسکندرف میگوید که مرا اسلام کریموف به من شرط گذاشت که به بعضی شرط ها راضی شوم و پرزیدنت آینده من خواهم بود، اما وقتی که من به شرط ها راضی نشدم، بعد ورسیه یعنی رئیس شورای عالی شدنی امام علی رحمان به میان گذاشته شد. بله، یکی از سبب های اون حکومت قانونی مراسای ملی، یک از سبب شکست‌هاش هم همین خود اسلام کریم بود. این همه میدونند. خب اسلام کریم هم وقت شرط میگذاشت تا وقتی که خب دیگه در اون شرط ها شد خیلی که ما گفتیم اکبرشاه اسکندر رو با اون شرط ها راضی نشد. همه معلوم بود که اکبرشاه اسکندر یک شخصی بود که از برآمدها و در اون جلسه وقتی شرکت میکرد، سخنرانی میکرد، واقعا هم معلوم بود که خیلی شخصیت ملت دوست و تندوست بود. و اسلام کریم هم همیشه این در دوام این چندین سالها شرط ها میموند. وقتی که بالاخره حکومت مراسای ملی با تشبث خود همین اسلام کریموف و کشور روسیه برهم داده شد، شکست داده شد و یک عده از میدونم اوباش بگم یا که نمیدونم شروط خلقی، یک عده از همون سلاح به دستان رو سر قدرت آوردن. چند سال هم حکومت کردند و تحت خودی فرمان اسلام کریم حکومت میکردن. هرچه که اونا میخواستند یا که مسکو میخواست، اینا همون عمل ها رو اجرا میکردن. و بالاخره ما دیدیم که یک منازعه بین محمود خدایبردی و حکومت رحمان رخ داد و اینا دیگر محمود خدایبردی هم یک اسیان کرد و مقابل اینا قیام کرد و بعدا دیگر اونا فرار کرد رفت ازبکستان و اینا بین خود امام علی رحمان و دیگر حکومت تاجیکستان خود رحمان و اسلام کریموف دیگر رابطه ها قطع شدند. دیگر وضعیتشون ناخوب شد و استاد سید عبدالله نوری خداوند بیامرزد گفته بود که وقتی ما دعوت شدیم از با مقصد با تکلیف خود اسلام کریم و در آنجا گفته شد و اسلام کریم گفت که شما هر چی که میخواهید من برای شما هر نموده که چیزی که میخواهید میتیم. حکومت رحمان رو باید که شما بزنید نست نابود کنید. خب دیگر استاد سید عبدالله نوری گفتن وقتی که من دیدم که اسلام کریموف چنین شرط ها رو میگذارد، معلومه که به فایده هیچ وقت به فایده ملت نبود. حالا شما میگید که اسلام کریم شرط با محمد روزی اسکندر مونده بود، من اصلا شاهد واقعی این حادثه نبودم، چون حرفا بود میگفتم اکبرشاه اسکندر. بله، ولی این سخنی که من از دهان خود استاد سید عبدالله نوری شنیده بودم، اینو دلالت به آن میکند که اسلام کریم همیشه برای خواسته های خودش شرط میمون. ولی وقتی که استاد سید عبدالله گفتن که این شرط رومان هر چی شما میخواهید، تیر و تفنگ نمیدونم یا لاخ اصلی هر چی میخواهید من برای شما میدهم و شما باید که حکومت رحمان را از بین ببرید. و البته معلوم بود استاد سید عبدالله نوری گفتن که بعد این شرط ها بود ده ها شرط های دیگه میگذارد که نه به منفعت ملت تاجیکستان، مردم تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان باشه و ممنوع به منفعت خود کشور. حالا با این یک دم با این همین جا باز بر میگردیم، چون که درباره همین اسلام کریموف باز سوال دیگر است. اینجا من ببینید وقتی که با شرط های اسلام کریموف اکبرشاه اسکندرف راضی نشد، این معنای آن را می‌دهد که امام علی رحمان به شرط های اسلام کریموف راضی شد و به سر قدرت آمد. یعنی با نشاندادی با ره نشاندادی زیر نفوذ خارجی ها، زیر نفوذ کشور همسایه امام علی رحمان به سر قدرت رسیده است، نه همچون یک شخص مستقلی وطن دوست، همچون نفری اسلام کریم
یعنی بسری بله قدرت بله نفری بله این کریموف. بله این شرط ها نه تنها از طرف با حکومت اون وقت مراسای ملی از طرف خودی اسلام کریم و بلکه از طرف حکومت اون وقت روسیه هم با بله. حکومت تاجیکستان که در راهبری حکومت مراسای ملی که خب اون وقت دیگه اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور و رئیس مجلس عالی خود جناب اکبر شاه اسکندرفون بله این بود. چندین دیگر همون شرط های وزنی که حکومت روسیه گذاشته بود اینا قبول نکردن، چون ببینید دیگه دنیا همین دنیای سیاسی است و بازی است رحمانو که به هر شرطی خود نمیدونم دیگر اون وقت به یلسین بود و دیگران تا امروز به هر شرط شما هر چی میخواهید پاتون بالای این ملت میگذارید، این ملت نابود میکنید، این ملت میکشید، زمین‌های ما رو میگیرید، معلوم است که اینها راضی میشوند، این راضی میشوند و اونا هم دیگر از این خوبش نمیابند. خب دیگه شد میزنن سری اتحادیه نیروهای اپوزیسیون حاضره، نمیدونم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 و دیگر سازمان و حرکت هایی که اپوزیسیونی هستند و ضد رژیم حاضره دوشنبه مبارزه میبرند. دیگر معلوم است که این ابرقدرت هایی که دیگر منطقه را تقسیم کردند و میخواهند که دیگر معلوم است که تاجیکستان هیچ وقت استقلالیت نداشت در این 100 سال و 200 سال اخیر، نه در زمان امارات بخارا از طرف پادشاهی روس، نه حاضر نه حاضرم. به همین خاطر دیگر این شرط رو اونا قبول میکرد حکومت تاجیکستان و روسیه مرحمت هر چی که بخواد دلتون میکرد همون کردن گیرید. بله اینجا یک سوال دارم، اگر معلومات داشته باشید جواب بدید، نداشته باشید نه. اولی اپریل سال 1995 اسلام کریموف دلیگاسیون یعنی نمایندگان اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک را به تاشکند دعوت میکند و وعده میدهد که مذاکرات نوبتی را میخواهد در تاشکند بگذراند. اما همگی یک ماه نگذشته ماهی مای الکی واخوری در سطح عالی بین امام علی رحمان و سید عبدالله نوری در کابل صورت میپذیرد، یعنی به میان میبیاید. چرا او مصلحتی که یعنی پیشنهادی که اسلام کریموف به اپوزیسیا کرده بود در یک طرف میماند، یک مذاکرات غیر چشم داشت در سطح عالی به میان میبیاید؟ چرا این نشده آن شد؟ من عیناً در همین باره گفتم که وقتی که استاد سید عبدالله نوری در این مسئله گفته بودند که وقتی اسلام کریموف میگوید که شما مثلا باید با ما مواخره کنید و همین مذاکرات در کشور ما بگذرد، دیگه اون پیش از همه شرطهای خودش مانده بود به استاد سید عبدالله نوری به اتحادیه نیروهای اپوزیسیون تاجیک. اینو میدونستن که چی میخواهند. همون وقت این گپ شده بود. بله همین گپ همون وقت بود. اینا که وقتی که محمود خدایبردیوف در کشور تاجیکستان قبلا شکست خود رفته بود، اون دو باره وقتی هجوم کرد، دو باره اتحاد نیروهای اپوزیسیون بودن در اینجا و این دو باره هم هجوم محمود رو اتحاد نیروهای اپوزیسیون برگردونده بود. دو بار لشکر کشیدگی است. بله یکم دفعهش اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک نبودن، اونها در افغانستان بودن. خب بالاخره وقتی که دیگر من گفتم که ما بدبختی ما در چی است؟ در همین است، در دنیا همین است بدبخت شدگیم که ما با شرط های این استعمارگران نمیدونم چی بگم اینا را ما هیچ وقت راضی نمیشیم و راضی شده هم نمیتونیم. خب دیگر همین اینا دیگر سیاست بازی و سیاست مداری میکنند، به قول خودشون و افلاس میکنند، هر چی که اینا میخواهند دیگر سر این ملت بدبختی را میارند، اینا قبول میکنند و حکومت میکنند. دیگر دنیای سیاستی امروزه این ابرقدرت ها نمیدونم این دیکتاتورها همین است. بسیار خوب، تشکر زیاد. حالا استاد شاهنعیمی کریم به برنامه وارد شدن. استاد خوش آمدید. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب سلامت هستید؟ شکر. کامرتون رو گرو کرده میتونید استاد؟ برای چی باز نمیکنه کامیرای من؟ چی مصیبت خیر مشکل حاضر بست. شوکت جان اگر به من یگان دیگه سوال ها نباشد مرخص هستم، یگان سوال دیگر باشد من جواب دیم، بعدا استاد اکای شاهنعیم جواب دیم. من چون در راه هستم. علیکم سلام.
خوبید سلامت باشید. ما رسیدیم قریب در وطنمون با دعای شما. سلامت باشید. آه، سرتون حالا تخلیه به شما من به شخص خودتون سوال دادنی هستم که در کدام مذاکره ها مستقیما شما شرکت داشتید؟ من در هیچ همچون نماینده در هیچ مذاکرات مستقیما شرکت نداشتم. مذاکراتی که در مکه بود همونجور رفته بودم. من خیلی در سفر اونجا دوستانم بودن، خدا بیامرد، مخدومی عبدالستار اینا شرکت داشتن. اگر شوکت جان اگر شما اجازه بدید من یک چیز اینجا ایلوه کردنی هستم، چون اطراف این سخن اطراف این حرفای دیگر زیاد است، چه از طرف مخالفین خودمون و خب دیگر نمایندگان از مردم درباره اینکه چرا استاد سید عبدالله نوری صلح کرد، برای چی این خیل شد. خب دیگر را میدونم ببینید حرف زیاد هستند، باید صلح نمیکرد. خب البته معلوم است که اون وقت در اون زمان ما حدودی یا زیاده از 150,000 مهاجر داشتیم در دولت اسلامی افغانستان که اون وقت حکومت در دست خدا بیامرزد استاد پروفسور استاد ربانی بود و وزیر دفاع هم احمد شاه مسعود بودند. ولی یکی از سبب‌های اونه که استاد سید بله استاد سید اون نمیگم که مجبورن او را همون دیگه زیر فشار وزنی خیلی فشار وزنی آوردن اصول کرد. استاد سید عبدالله میدونست برای امروز که ما آزاد باشیم، برای آنکه تاجیکستان دوشنبه به کابل مبدل نگردد، تاجیکستان به افغانستان مبدل نگردد، مثل اینها که 10 سالها و 20 سالها و 30 سالها جنگ میشوند و کودکان میمیرند و خب دیگر مردم از اینها استفاده میکنند. و استاد سید عبدالله نوری هم دیگر یک شخصی آزاد و آزادانده شد، صلح دوست و به خاطر ملت خود را قربان کرد، صلح کرد. و در اینجا هم اون وقت شما میدونید که طالبان هجوم کرده بودند به در کابل بودند، کابل از گرفته بودند و منطقه های لبی مرزی که با تاجیکستان و با افغانستان پیوست بودند اینا زیر نظر دیگر اون نمیدونم چی میگفتن وقت جبهه ملی میگفتن همین خود حکومت جناب استاد ربانی و احمد شاه بودن این مرزها. و اونا هم دیگر چون با رابطهشون با روسیه خوب بود و اون دیگر یاردن و اون کمک ها و هر چی که میگرفتن از کشور روسیه میگرفتن. و بعد در اینجا خود حکومت روسیه با اینها شرط گذاشت که اگر شما میخواهید که ما شما را از شما محافظت کنیم، شما را کمک کنیم، شما کار کنید که خب دیگر مجاهدین تاجیک را موقعش را تنگ کنید و نمیدونم و اونها رو با صلح وادار کنید تا که به وطنشون بر بگردن. خب دیگه ما میدونیم که 100 سالها هست که خب مرز تاجیکستان و افغانستان، این مرز تاجیکستان هیچ وقت مرز تاجیکستان به حساب نمیره برای روس ها. اینا همین حاضرم اگر هر یک نفری که بخواهد چه حکومت طالبان اگر بخواهند که به کشور تاجیکستان هجوم کنند برای روسیه، این بیانه که به حدود روسیه هجوم کردن فدراسیون روسیه، اینا همین قبول کردگان و امروز حکومت فدراسیون روسیه رو همین قبول میکرد و اون هم همون زمان هم همین بود. و بعد اینها شرط خودشون گذاشتن به خدا رحمت استاد ربانی و امیر صاحب احمد شاه که باید شما از اینها خواهش میکنید، نمیدونم تقاضا میکنید، طلب میکنید و اینها هم دیگر ببینم. من نمیخوام اینجا بگویم که امیر صاحب احمد شاه یا که استاد ربانی خدا بیامرزد اینها را این شهیدان خب دیگر گناهگار بودن، چون منافع ملیشون منافع کشورشون همین تقاضا میکرد. جنگ بود، از اون طرف هجوم و مبارزه ها بودن، اینو در یک حالتی وضع می‌بودن. اگر در جای اینها شاید من باشم، شما میشید، شوکت جان شاید که استاد شونم، هر کسی بود دیگر همین دیگر بعد زورا و خواهش کردن که باید شما صلح برای شما بهتر است. و هم خب اونا میدونستان که تا وقتی که این روس‌ها و معلوم بود که در آسیای میانه خب که اینا در ما بسیار کشورشون هم مرزی دارن، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، خب دولت خیتای هیچ وقت نمیخواستن حکومت این اپوزیسیون رو، چون که اونا میدونستن خیتای میدونن که در 100 سالها این زمین هایی که امروز زد و غصب کرد گرفت از دست این اتحاد نیروهای اپوزیسیون و هر یک نفری که وطن دوست است اونا میدونن که کی وطن دوست تحلیل میکنن، این هیچ وقت بازپس نخواهند گرفت. و همین خاطر دیگر اینا هم خب یک کمی فشار هم آوردن که اگر شما دیگر شما فکر کنید که ما دیگر نمیدونم منافع ملی ما، منافع کشوری ما، منافع ما در خطر است و شما باید که یک فکر هم کنید. استاد سید عبدالله نوری دیگر با همه از امروز نفران میگویند که اون مثال باید که صلح نمیکردیم، 15,000 ما مجاهد داشتیم. خب دیگر این یک خیانت بود. نه، این چنین نبود. استاد سید عبدالله نوری مردی بود که اون نفر در اطراف و تنها قراری
این صلح استاد سید عبدالله خودش تصمیم خودش نبود که باید صلح شود بین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان. اونجا 10 نفر خب استاد شانعیم شاهدی واقعی و در همه جریان ها بودن، عضو شورای جهادی بودن و اینا هم 90% زیاده از 90% مردم با صلح سرا راضی شدن. استاد سید عبدالله هیچ وقت سید عبدالله نوری خودش نه نزدیکانش نه خشتبارش هیچ وقت از این 30% بگیم 30% وظیفه منصب قدرت تشکیل نکرده بودن. استاد نوری راهش راه حق بود. هر کسی که امروز میخواد که استاد سید عبدالله نوری و دیگر اون مردانی که با این صلح کردن، بله به شما قید کردید که مومن رحمان بعضی مردم میگن که دیگر نمیدونم جانش قربان کرد، جانش فدا کرد، خیس رفت کجا رفتگی بود اون بهاره یا کجا میگن بود کشانه میدوند افغانستان رفت، این مردی کرد. نه، اینجا مردی انسانی جوانمردی استاد سید عبدالله نوری بود که 20,000 نیروی مسلح تا به دندان مجهز داشتن و جوانمردی را پیشه کردن و هیچ وقت بر عهد دوستی و نمیدونم انسانیت خود خیانت نکردن و رحمان فهمید را میدونست. باز شما مثال آوردید که اگر رحمان بخواهد مهاجرت که در تاجیکستان در دوشنبه آزاد بگردد به اون نمیدونم حاضر باشه تلخ میگن چی میگن 10 ماشین پیش 100 ماشین در راه ها را ساعت ها منع میکنن، 5-10 ساعت راه ها منع میشود و رحمان بعد امیدوارم مردم خونش تا قصرش که 2 کیلومتر هم نیست ورود می شود. به همین خاطر هر کسی که درباره این نفرانی که صلح کردن برای ملت خود را قربان کردن، خود دیگه همین است. ما صلح کردیم، یک کمی اگر نمیدونم اشتباه میگن اشتباه نکردیم، ولی با ما خیانت کردن. دیگر این خیانتکاران ظالمان همه دیگه میدونند این را که در دنیا جواب خود خواهند گرفت. این کار تا به قیامت هم حتی نمیماند، در همین دنیا جواب خودشون خواهند گرفت. ما همین را باید بدونیم، همیشه که ظلم پذیر نباشیم، همیشه حقیقت رو بگوییم. من تشکر میکنم از شما و برنامه‌تون. اگر دیگر یگان سوالی نداشته باشه، یگان سوال باشه بفرمایید. من توضیح طلبم از اکتیویستانم که وقتش رو گرفتم. سوال نه گفتیم و سوغدی ها سوالچه دارم. بفرمایید من جواب میتونم ان شاء الله اگر باشه. همون وقت ها یگان مثلا گریم علاقه طالبان به سر قدرت آماده ایستاده بود تا سال 2021 نمیشد که مثلا گریم این ضعف خود رو برهانی و احمدشاه مسعود نشون داده بودن با طالبان گپ یک کرد. باز من گفتم که اکثر مناطق مرزی تو بدخشان هم تو آمدگی نمیدونم تخار و طالقان هم رفتگی اینا که با تاجیکستان قندوز اینا که با ترکستان هم مرز هستن، اینا زیر نفوذ جبهه ملی، یعنی که جبهه استاد ربانی و امیر صاحب احمدشاه بودند که اکیشون شاهدی واقعی اینا این همینا هستند. در اینجا باید وقت اکیشون حضور دارم، من حرف ندارم چون که این در من گفتم که عضو شورای جهادی بودن، مستقیم در این جاها بودن، میرفتن می اومدن. خب چغل دیگر روس‌ها یا که الفت دین ما همین دین شب گذشته ما با ایشان صحبت داشتیم در همین رابطه، بسیار سخنرانی گفتن که من هیچ وقت نشنیده بودم. گفت که شوخی کردم، خلاص گفت شما مرا نادیده میگیرید و با ایشان گفت من چیزایی میدونم که این کس خدا عمر شناتیان یک شاهد زنده، یک تاریخ زنده ما و شما هست. خواهش میکنم که از این کس استفاده برای در برنامه‌تونم و در آینده ها. سلامت باشید. اگر اجازه باشه من با اجازه شما در راه میبرم و برنامه شما رو ان شاء الله که گوش میکنم. در پناه خدا باشید، خدا هر چیز زودتر شفایتان بدهد و به شما راه سفید. تشکر. در پناه خدا. استاد شاهنعیم کریم خوش آمدید. خیلی خوش شدیم از دیدارتان و خیلی کوشش کردید برای وارد شدن، این رو ما قدر میکنیم و واقعا برای نسل گذشته استفاده تکنیک نسل امروزه یک کمتر مشکل است، ما درک میکنیم شما را. برای این به زحمت های شما تشکر عرض میکنم. پیش از روند صلح من از شما این چیز رو میپرسم. فرونت خلقی زده به دوشنبه وارد شد، از ترمیز آمد به دوشنبه وارد شد و عموما مراسای ملی، نیروهای مراسای ملی رو به هجرت آوردن. حالا شاید من خطا کنم، شما درست میکنید. و از جمله بزرگانی که یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، همین نیروهای اپوزیسیونی هم رو به هجرت آوردن. سوال من به شما این است که
سید عبدالله نوری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چگونه به دست فرانت خلقی افتاده به افغانستان گذشت؟ درود بر شما شوکت جان و درود به بینندگان شما. تشکر برای دعوتتان. سلامت باشید. حاضر وقتی که درباره فرانت خلقی نقل کردید، وقتی که 316 در شهر خوجند در قرص ارباب شده گذشت، اونجا جانبه ها توافق کردند. فهمیدید؟ جانبه ها اونجا صلح کردند، آشتی دادند. یادتون باشد اگر به نوارم در تلویزیون ها نشان دادند و باید که همون حکومتی نو تأسیسی همون وقته باید که می آمد به دوشنبه. بله. ولی این خطایی که رحمان، اولین خطایی رحمان همین بود که به دوشنبه نه آمد و به ترمیز رفت. اگر اون وقت به دوشنبه می آمد و همون صلح دست دادگی آنها که همونجا پرچم بوسیدن و وعده دادن و آینده برای ملت یک دستاورد برای ملت میارن، اگر همین کار میکرد ممکن رحمان فازو یک قهرمان ملی میشد. در سال 1992 جنگ تمام بود، یگان دیگه تمام نمیشد. جنگ تمام بود، یگان چی نمیشد، همه حل بود. ولی اینا رفتند ترمیز، در اونجا ارتش آماده شده بود، اونا مشق کرده بودن پیشکی. ارتش ازبکستان ارتش ازبکستان رو با تانک و توپی بگم خارجی، حالی که میگن که خوجگان خارجی، با تانک و توپ خوجگان خارجی واردی پایتخت شهری پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه شدن. فهمیده؟ من همون شب روز در دوشنبه بودم. 14 دکبر من از دوشنبه برآمدم. راه تماما هر چهارراه در 2-3 تانک به میستاد. کدام نفری که مثال و یا مثلا بوته رو پدرزنی میکردن، در میگرفتن، همون آدم از بین میبردن. چندین آدم ها رو همونجا کشتند، از بین بردن. بعد ما راست دیگه به من پیاده از طرف ناحیه شاه منصور خاطب برآمدیم، رفتیم. خب دیگه همین خیلی رفتیم در بدخشان رسیدیم. وقتی که در بدخشان رسیدیم، این تقریبا تاریخ های 23 24 دکبر بود. بعد همونجا بود که استاد سید عبدالله نوری یک نفر به نزد من روان میکنه. ما در دوشنبه با استاد صحبت داشتیم. همین تاریخ های 4-5 دکبر استادم در دوشنبه بودن، نبر آمده بودن در دوشنبه. گرچندی ما میگفتیم که شما باید ببروید، وضعیت خوب نیست، مشکلات است، ولی اون کس راست که هم وقت در دوشنبه بودن. بعد یک بگو بود که یک جای وعدهگاه بود که بود اونجا می آمدن، ولی در دوشنبه درگیری کلان صورت گرفت همون شب و روز. دیگه ما یک دیگر را گم کردیم. بعد ما یک چند روز دیگه باقی موندیم. وقتی اومدم ارجانکیزآباد، در ارجانکیزآباد گفتن که 2 روز پیش اون کس برآمدن از اینجا. بعد شما کجا برآمده بودید که گشته ارجانکیزآباد اومدید؟ از دوشنبه وقتی برآمدید؟ از ارجانکیزآباد برآمدیم. ناحیه وحدت. همین خیلی بعد رفتیم پیاده تا نورآباد. راست دیگه اونجا تکنیک اوقا بود، تا نورآباد ما پیاده رفتیم. بعد از اونجا یک ماشین سوار شدیم تا دروازه آمدیم. فکر میکنم 23 بود 24 بود که استاد نوری اون شب روز سمت افغانستان گذشته بودن برای امنیت. چون من یادم هست همون شب روز قهرمانی مردمی بدخشان، من میگم که امروز که قصدی که رحمان از مردم بدخشان گرفت، اون این تاریخ ها را برای من میرسوننده. اون بسیار خیلی بگم کینتوز که هست. همون شب روز از روسیه 22 نفر گروپ الفا با 2 ورتالیات در دشت ایلیچی درواز آمدن، باید که استاد سید عبدالله نوری رو از بین می بردن.
بعد بچه ها در روز با ما همه خبر رسوندن که گفتن همین گپ. بعد من روان کردم یک نفر را پیش خودرامتی الیوشا گربون میگفتن. این کی بودی؟ الیوشا گربون یکی از قماندان‌های جبهوی همون مردم بود. یا آدمی عجیبی بود که خدمت‌های وی میدوند خدای وی. اینا ببینید، من شما را یک خدمتی، من وقتی شما را زیاد نمیگیرم. نه گپ زنید. ببینید اما الیوشا گربون در یک روز در همون گستینسه خوراک پولی مهاجر بود، مردم در بدر بودن، چیزی نداشتن. در یک روز پدرش دیرکتری خیلی به پکرنی شهر خوراک بود. این مردم، این بنده خدا از حساب خودش فقط صبحانه برای مردم شیرچای میداد. او بدخشانی، ما هم بدخشانی هم که شیرچای دوست میدارن. مردم برای مردم شیرچای میداد. 300 بخانکه خلب از حساب خودش میداد برای مهاجرا. همین الیوشا گربون، خدا رحمتش کنه. همین خانواده، همین آدم با ایران میگفتن که این آدمی جنگجو است. جنگجو مگر 300 کسا از حساب خود به هیچ نان میتیه؟ بله. این ملت دوست است، این وطن دوست بود این انسان، این بنده خدا. بعد چه شد؟ الیوشا آمد پیش ما. بعد ما گفتیم که اینجا روزها آمدگن میخواهند اونجا سید عبداللهی رو نمیگفتیم، گفتیم که داملا را میخواهند از بین ببره. این عجیب شمیدی که نه داملا را میشناخت نه میدونست. گفت تمام میترشیم. گفت رفت اتریاد اسلویمون. گفت که اگر همون ویرتوشکه آمدگیتون، همون 22 نفر اگر از اینجا نمیخیزه، پرواز نمیکنه، دوشنبه نمیره، ما اتریاد اینجا را میزنیم، مخابره میکنیم، بچه های من اتریاد خوروغ را میزنم. همین شرط گذاشت. روزها قبول کردن. اون 22 نفر را روان کردن از دشت ایلیش. اینه او بزرگی اون بنده خدا را بین. یعنی چقدر وقتی استاد نوری را نمیشناختن ولی برای نجات دادن اون کس کمر بسته بودن. خب این بود که با اکو این طرف میگذاریم استاد نوری. بعد یک نفری روان میکند پیش من. اون بنده خدا اومد گفت استاد در اون طرف لب دریاست یک دهه به نام مهمه در اونجا قرار دارن، شما را سراغ دارن. من رفتم پیش، گذشتم دریا را گذشتم. البته که مرز در اختیار روس‌ها بود ولی ما اونجا نفرای داشتیم که هماهنگ میکردن. دریا را گذشتم رفتم. استاد گفت که شما خودتون همراه استاد گذشتید از دریا؟ نه، من آمدم همراهشون 2 کس بودن. اون 2 کس همراهشون بودن دیگه، با همراه استاد کسی نبود. بعد من آمدم پیشون صحبت داشتم. بعد گفت که طرف افغانستان قطعی ما رفتن نمیتونیم چون راه نیست. اونجا کوه کلات، راه زمینی نیست، راه هوایی هم نیست، برف بسیار. خب دکبر است دیگه بدخشان، فکر کنید که چقدر مثلا برف زیاد میشه. بعد گفت که امنیتی راه هم میگیری، یک 3 روز به خودت مهلت بیایی گپ میزنی که ما راه امنیت است و ما گذاریم بریم به طرف تاجیکستان قطعی میگذاریم میریم. بعد آمدیم 3 روز گذشته من رفتم همون تشکیل کردم همین آمادگی سفر. بعدن استاد گذراندیم آوردیم بردیم یزگلام. در یزگلام مهمان شدند. شب اونجا خدا رحمتی تقایم بود، در خونه هم کس مهمان بودیم در قشلاق اندرباغش میگن مردم دیگه، اکو مردم اندرباغش میگن. همونجا ایستادیم. بعد رفتیم سمتی روشان خورو، رفتیم سلطانش کشیم. بعد از سلطانش کشیم 31 دکبر ما مرز گذشتیم، مرز تاجیکستان گذشتیم. شما باور کنید، نگاه کنید، 31 دکبر بود. سحری خسته اونجا یک قماندانی همون مرزی سردارخان بود، یک افغان، اون ما را قبول کرد. سحری خسته اون رادیو را آورد و یا رادیوی آزادی و BBC را همیشه گوش میکنن افغان ها. بعد همون سحر خبر داده است و آمد. بعد با خبر بعد دادن. بعد گفت که همون خبر گفت که امروز
رهبری مخالفین تاجیک همین گپ، یعنی که تاجیکستان رو به قصد افغانستان تر گفتن. همین سحری علاقه ولیش کدرک نداره، ولی رادیوی آزادی همه خبر دادن. اگر شما بتونین حاضر میتونید که بکوین همون شب روزه 1 ینوری سال 93 بود ما علاقه در افغانستان بوده. من این سوال رو برای چی دادم؟ برای اون دادم که در همون وقت هم اینها یگان زمینه مردمی نداشتن، یعنی یگان جانبداری از جانب مردم نداشتن. همین خیلی از جانبداری از جانب مردم نمی بود. جان شما نه جان شما خلاص میخورد، نه جان استاد سید عبدالله نوری خلاص میخورد که از تو با افغانستان، نه جان حاج اکبر تور جانزاده که از همینجا گذران روان تو با افغانستان رفته رسند. در همینجا خودی همین مردم دستگیر میکرد، میگرفت، میداد. برای همین من این سوال رو دادم. نگاه کنید، حالا استاد محیدین کبیری هم وارد شدن، استاد محمد سعید رضایی هم در چی هستن، آنها رو حالا به استودیو وارد میکنم. پیش از اون که آنها رو به استودیو وارد کنم، به شما یک سوال هست. همون فکری صلح کردن، حالا که مثلا اگر سال 1992 اینها به دوشنبه زده در آمده باشند، یکم راوندی یعنی مذاکرات صلح علاقه بعد از 2 سالش سال 1994 سر شد. فکر صلح اول به ذهنی مخالفین اومد یا به ذهنی حکومت؟ همین فکر صلح کردن از کجا پیدا شد؟ ببینید تا سال 94 درباره صلح نه این طرف فکر میکرد نه اون طرف. نمیدید؟ وقتی که یک عملیات های در جبهه مقاومت شروع شد، بگیم اکو مجاهدین یک پیشروی کردن. یکم پیشروی که شد همون زستاوی 12 که در طرف روسیه مسکو که بود، اونها را بچه ها مثلا بگیم اکن مجاهدین همون شب و روز وقتی که اونها را زنن دیگه، بعد اونجا عملیات دشت یزگلان بود که اونجا هم خشون روس ها بودند و اینی که در درواز ایشان جنه یک عملیاتی کلان کردن که اونجا هم روس ها تلف بودند. بعد در سر بالای روس ها آمده، یعنی سرشان در کشید برای چی؟ ما با رحمان پول بتیم، خب رحمان پول بگیرد، ما با رحمان سلاح بتیم، سلاح را بگیرد. ولی رحمان یگان پیشروی نکرده سای و فقط افسرهای روس در این بین کشته شدن. بعد رحمان را مجبور کردن که با میز مذاکره بشنه. من یادم است، ولی با فکرم در کسی از همین دوستای ما هم صحبت کرد، در یک همون وقتا یک مخبری برنامه آیرتی روسی از رحمانوف میپرسه که تو با اپوزیسیون مخالفان خودت نه گفتنشی نمیکنی بشین در باره صلح گپ زنی. رحمانوف همون وقت گفته بود که اینها یک عده مردم جنایتکاری تروریستن، من با اینها اصلا گفتشنید صحبت نمیکنم. وقتی که روزها مشکلشون شد، مشکلشون آمد، بالا درد سرشون که ایجاد شد، رحمانوف گفتن اگر همون وقت معاونی اگر یادم نباشد وزیر کار خارجه روسیه همی کی بود؟ ادمیشین رحمانوف گفت اگر که یعنی با مخالفت بشین صحبت بکن، اگر نه صحبت نکنی یعنی که نه پول میشود نه سلاح. چون اون وقت همین خبرت که هر یک مدت زمانه که من نمیدونم چقدره، چون این جدوارید من نیستم، حکومت روسیه هم سلاح میداد بر رحمانوف هم پول میداد. گفتنش که حکومت روسیه گفت که اگر با جانب مقابل صلح نمیکنی، گفتنشی نمیکنی، دیگه نه پول میشد نه سلاح. رحمان از بین میرفت، کاش کمی کار میشد. ولی از این طرف
ما برای چی واردی صلح شدیم؟ همون شب روز طالب ها یک پیشروی های داشتن، فهمیده؟ پیشروی های داشتن در افغانستان. دیگه استاد ربانی و رحمت شاه خدا رحمتی استاد امیر مسعود، احمد شاه مسعود دیگه با استاد شیشتن صحبت کردن و گفتن که یعنی که خودت باید که با جانب مقابل یک گفت و شنید کنی. برای چی؟ برای که برای حکومتی استاد ربانی و احمد شاه مسعود فردا یک عقبگاه لازم بود. اگر یک طالبا پیشروی میکردن باید یک جای برای خودشون یک سرپناه یا پشت پناه پیدا میکنن. خیلی که ما گذشتیم اومدیم افغانستان خودمون جمع جور کردیم. اونها میخواستن بیان تاجیکستان نه اگر مشکل طالب اگر میگرفت یا روسیه هم. این باید که میومد دیگه یک جای پایگاه برای خودش بگیره. بعد ما هم دیگه واردی گفت و شنید شدیم با امروی همین حکومت غاصب. آها بسیار خوب. در یک انکنون گفته شدن که از همه چیز شما خبر دارید در راوند سیوم که سال 1994 در اسلام آباد پاکستان شده گذشت، در اونجا رهبران مذاکرات از جانب حکومت داستیف بود، از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده. اونجا در همه مذاکرات گفته شد که 27 زندانی سیاسی باید از جانب حکومت تاجیکستان که همچون اسیر نگاه داشته میشدن باید آزاد شوند. در داخل همون اسیران همین 27 زندانی سیاسی کیا بودند؟ کیا رو در نظر داشتن؟ اینا کیا بودند؟ خبر داشتید؟ معلومات هست در شما؟ بله اونجا نگاه کنید، اونجا تبادل اسیرها شده بود از دو جانب. از دو جانب. از جانب شما هم اسیر بود؟ یعنی در شما هم اسیر وجود داشت؟ در ما اسیر بود. اونها 26 نفر بودن. از جانب بچه‌ای که از جانب حکومت اسیر شده بودن در بهارک. من راست دیگر در همینجا شرکت داشتم، در همون بگیم به قول افغانو تبادل اسرا. تبادل اسیران. تبادل اسیران. اکو اونجا افغانستان بود، برای تبادل اسرا میگن. بله. من در همینجا شرکت داشتم، در اسلام آباد نه. در اونی که از تخار یک نماینده با همراهی برادرایی که آمده بودن به همین بهارک، ای بگیم تبادل اسیرات در بهارک صورت گرفت. چون بعض نماینده ها آمدن خارق. همون وقت میدونی کی آمده بود؟ سفیر ایران یک کس بود به نام شبستری. شبستری بود با یک نماینده سازمان ملل، یک آدم خیلی آدمی بلند قد بودن. یک نفر خارجی. من خب دیگه همونا آمدن، بعد رفتن همو اسیرا را و یا در خروق بودن از خروق آوردنشون بهارک. ما تا لب مرز آمدیم، چون من همون شب روز حجت چی نبود دیگه. بعد اونجا وقتی که نماینده سازمان ملل حجتم در تخار مونده بود، آمدن گذاشتن و رفتن دریا را گذاشتن. سازمان ملل نماینده همون شبستری رفتن همون اسیرا را خیلی گرفتن آوردن به بهارک. بعد این اسیرایی که در دستی مثل اپوزیسیون بود، اون وقت رضوان بود. همونجا در دستی رضوان بودن این اسیرها. راستیگر به همون رضوان همون شب و روز راضی نبود که اسیرها را بسپارن. اون دعواش زیاد بود. با تلفنی هم با استاد نوری خدا رحمتشون کنه صحبت کردن. استادم یک خیلی سیاست کردن که را رضوان که ما دست دادیم، ما صلح کرده ایستادیم، اسیرها را بده. بعد بالاخره راضی شد. اول رضوان گفت که من این اسیرها را نمیتونم، چون و با پرنسیپ خشت داشت، ولی بالاخره راضی شدن که یعنی عوض کرده بودن. من یادم است در اونجا بود
برادر خیرالدین قاسم یکتش، دیگه یکتش بود سعدالدین رستم. خب دیگه یک برادری بود به سفر. خب چندین بچه بودن که یعنی از اونها سعدالدین رستم بود. بله یک گفت رستم بود، یک سعدالدین رستم بود، خیرالدین قاسم بود. یک خانم، یک خانم فقط در بینشون بود که اون خانم گویا که مجاهده همین رضوان بود است، همراه رضوان در عملیات شرکت میکرده و این درخواست از جانب رضوان شده بود. اون خانم هم آورده بودن، یعنی در مجموع همین اسیرا رو آوردن. خیلی بعد دیگه یعنی این یعنی همین تبادل صورت گرفت. بله اسیرا داده بله. شد به یک به هم دیگر، اسیرا اسیران داده شد به دیگر. اکنون اینجا چرا حاضر در دست امام علی رحمان اسیران زیاد وجود دارند؟ درباره همین یگان فکری تبادلی اسیران وجود دارد یا ندارد؟ میگوی رحمان فصیل بگیریم. یعنی میدونی همون خانم کی نام داشت؟ اون خانم مولوده نام داشت. بعد یه برادر دیگه ظاهر شو بود. حاضر اگر بسم همه نامشون میآید. یک برادر دیگه رحمانوف بود خال، اونم دیگه همین همش اسمشون در یادم هست الحمدلله. ولی همین بود که خلاصه همین بود که تبادل صورت گرفت. این یک قدم نزدیک شدن به صلح بود و من در یک مذاکرات همچون نماینده ولی همراه استاد که بگیم اکو همچون کاتب بگیم اکو همراهشون من زیاد بودم. من همونجا رحمانوف یکم بار دیدم. من نزدیک این همین امام علی رحمانوف یکم بار دیدم. همین در قصر ریاست جمهور، قصر لنبر یک میگفتن، سال 95 بود. من یکم بار چه رحمانوف دیدم. بسیار هیلگر، من برای چی هیلگر میگم رحمانوف؟ وقتی که من آمدم پاپکای استاد در دستم بود، اینا در داخل شدگی بودن. استاد در بالای همین دیوان تکیه زدگی بود و رحمانوف در یک صحبت من گفته بود نگی رنگ ملو بچه ولی دستو پیش بر نه که باور کن همین آدم گریه کریسته بود در همون وقتی من در آوی کردم اجازت پرسیدم و دیدم که صحبت دارن. در پشتم که رحمانوف همین گپا گفت که بابای داملا بگوش بدرو. من گفتم که شما صحبت داره. بعد خیلی حاضر باشای دهنی در مورا میشناختن. بعد همین جده رحمانوف همین گشت و همین چشماش همین خیلی سرخ گریه آلود بود باور کنده. بعد همونجا گفت که بابای داملا این بچه خدمانه بانش بدرویه همین خیلی. بعد خیلی من هم در آمدم پاپکر را دادم دیگه هیچی نگفت. چشماش خیلی کم کم یعنی خیلی مکرهای زیاد رحمانوف برای فریب کردن به دست آوردن مثال همین جانبی مقابلش داشته. نظر من همین بود. من همونجا دست فکر داشتم. اینجا به شما اشاره کردن که یعنی شما در شورای چی بودید؟ جهادی. در شورای جهادی بودید. در اونجا چی وظیفه اجرا می‌کردید؟ نه عضو شورای جهادی بودم. اما اعضا بودم. همین خیلی گو کاتبی هم جلسه رو در بدوش داشتم. خلاص همین بود. بسیار ولی ما دیگه اونجا مسئولیت برای خودمون مسئولیت خاصی داشتیم. من مسئول به قول افغانا مسئول بیسیم بودم. بیسیم مخابره اکوی خیلی اطلاعاتی نه. روسا میگن اکو سوی است. به قول گنرال لتینان تراسنکو امیر خوب است که همجا یادآور شم. وقتی من یک روز تخور میخزم سالهای 94 گنرال لتینانت همون بگم سرداری کشانه 201 همین دیویز روسیه در مرزبانی بود. همونجا میگه که نچلنیک سویاز اوتو خسته از تخور میبیاد 2 روز پس در فلان جا میرسه او را بگیره. ولی خب با همونجا دم خدا را شکر که همین یک بگم نمیدونم اکو یک خلوص نیت بود چی بود که
در بین اونها هم آدمایی بود که مثلا بچه ها را خبر میکنن که خیلی بگین برادر شاهنامه که همین راه خطی نویه که میگیرنش. من اومدم، من همونجا راست گفت من فقط همون رمزهایی که برای مخابره آماده میکردم خودم میبردم برای مثال همون زیر دستا میدادم، ولی با دیگر راه آمدم الحمدلله که اومدیم ساخت با گشتیم رفتیم تخار. همین بود مسئله. بسیار خوب. حالا در حالت من یک چیز رو شما که گفته در همین چوی شورای اعضای شورای جهادی بودم، همین خلع سلاح چگونه صورت گرفت؟ مثلا گریم همین تو چه اندازه در همین خلع سلاح باوری به حکومت زیاد بود؟ من رو سیگه بکن نمیگم همی گپ ما بگیم، ولی ما نگیم یک کس یک روز میخواه یک روز میگه همی گپ. این یک فکر میگم که اشتباهی خیلی کلان بود در جانبی ما. یعنی خلع سلاح خیلی سیلو نه، ما اونجا میدونی چیکار کردیم؟ ما یک کم فکری سیاسی نکردیم اونجا، یک کمی ما فکری بیشتر میدونی چی کردیم؟ فکری بیشتر ملت، صلح، وطن، همین چیزا را فکر کردیم ولی ما به خبر از اونی که جانب مقابل به ما همچون رقیب نگاه نمیکرد، همچون رقیب سیاسی. رحمانوف و کماندش که او در گردش جمع کرده بود، تربیتشون کرده بود، با ما همچون دشمن نظر میکردن. میفهمید؟ همچون دشمن. یعنی دشمن هم میکشی، دشمن عیبان میبری، پیروز میشه، موفق میشه، زندگی تا میبری. رحمان این چنین صحبت کرد. ما چیکار کردیم؟ اول در همون خسته ما امضا کردیم و بر خاطر اونه که رحمان ما را مثلا فریب کرد. ما حاضر میگم که ما اگر فکر سیاسی میکردیم اول باید کاری که میکردیم که چیکار میکردیم؟ باید که ما 30% را میگرفتیم امضا میکردیم. اول 50-50 بود. اینی که ما گذشت کنیم از 50-30 این هم اشتباه بود. این را باید آشکار گفت. رحمان فهمی استفاده بود. یک قوه قدرتی، یک وزارت قدرتی رحمانوف برای ما میداد، ما گذشت کردیم وزارت قدرتی را نگرفتیم، ولی یک کچیس کمیته چیروزیان سوسیاسی را گرفتیم، امچیس کرده دادن، فریدمان کردن، این را باور کردیم. این باور این با معنی نه که ما رحمانوف مثلا پیش دستی کرده، ما به خاطری که ملت آسوده زندگی کند. من میگم بازم میگم که اگر ما فکری سیاسی میکردیم اول باید کار میکردیم 30% را مثلا همش حل میکردیم. یعنی همه بگوید که همه شما به خاطر 30% همه به خاطر منصب و این در حق ما تهمت های. از بحر چی برمادید؟ نگاه کن، ما 30% را نگرفتیم. چند فایز گرفتید؟ ما امنیستی را نکردیم. ما چیکار کردیم؟ اشتباه ما چی بود؟ اشتباه ما همین بود که ما امضا کردیم که مهاجرین بگردن بیاین. این به فایده ملت بود، بر ضرر ما، بر ضرر امی بگیم مبارزین. ما امضا کردیم که مهاجرین بیاین. ما امضا کردیم که مجاهدین بیاین کشور. ما امضا کردیم که اینتگراسیون شوند مجاهدین در بگیم وزارت های قدرتی و دیگر. یعنی خالی سیلا شوند. ما اکو وقت این همون رفرند اوزم همینجا یک چی خیلی کنم، همون رفرندی که سال 2003 شد که ما دیگر یک پشتیبانی اجرایش شرطنامه، یعنی که دیگر قدرتی نداشتیم که راضی نشیم به رفرندوم. یک و دیگر این که فکرم که یه روزم همین صحبتی رهبر را گوش کردم، استاد را گوش کردم، گفتن که به خاطر همون اگر اشتباه نکنم به خاطری که سوال گذاشتن و در کنستیتوسیا که یعنی برداشتنی
حزبی خاراکتری دینی داشته. دینی داشته. به خاطر همین ما یک بارگه برای رحمان شانس دادیم که 7 سال دیگه پرزیدنت شود و ما بدرک از اونی که این خونستان بگیره یا امرش میکنه. اما آیا نمیشد که مثلا گریم یک قسم مجاهدانی که اطراف دوشنبه همون شب و روز در دست مجاهدین بود، همون شب و روزی که بسول رسته بود برمیگشتن در دست مجاهدین، در دست نیروهای اپوزیسیونی تاجیک بود. نمیشد که یک قسمی اونها نفرویند مثلا گریم خلع سلاح نکنن؟ ببین من یک چی میگم، من همون شب و روز این فرمانهایی که به مجاهدین میشد، یعنی چشم امام علی رحمان ترسیده ایستاد دیگه همون چیزهایی که قرارهایی که در سازشنامه صلح امضا کرده است همش به میان بیاید. 30% گفته شده که یعنی اجرا نشد، گفته شده که خلع سلاح بعد ظلم سر شد. اگر مثلا گفتیم در بالا یک قسم مجاهدین نمیفرمادن پایان، خلع سلاح نمیکردن، چشم امام علی رحمان ترسیده میشد و اکثریت طلبات سازشنامه صلح را اجرا میکرد. آخه ما وقتی که در خوزده رفتیم امضا کردیم که اینتگراسیون شود. اینتگراسیون دیگه بود همه بیاین، تمام دیگه. اینجا مسئله حل بود یک. و دینی که ما گفتیم که همون خدا رحمتی استاد نوری برای خودشون نکردن، برای آینده ملت همین کار انجام دادن. تو اینکه از کسی که خیلی که از برادر قبلی ایشون عبدالستار گفتن، اون به خاطر ملت. اون روز من با یک برادر صحبت داشتم، گفت که یک نفر گفته است که نهضت هم برود و حکومت اینا پیران برود و یک جوانو بیان. من گفتم که ما به خاطری که شما در وطن اولادا خشت بر اقربای شما با سر بلند در وطنشون بگردند، صاحب کار شوند، ما خودمان قربان کردیم. یعنی همین نهضت خودش قربان کرد. از همه عاقبت نهضت اومد در میدان ولی قربان شد. دیگر حرکت های سیاسی ماندند امو در جای خودشون. و اکنون میگم جب بحثا زیاد است که ما میخوایم که همه چیز گفته شود. اگر لازم بود یک برنامه میکردی که از میدان برآمدن رو صحبت میکنیم، بعد واقعیت هم میفهمیدید که نهضت در اینجا هیچ وقت تشبسکار نبود. نهضت وارد کردن ولی نهضت لازم که شد مردم ملت سرجم کرد. در تاجیکستان 150,000 مهاجر همه به سرپناه از دست همین حکومت فرانت خلقی، نیمی مردم در دریا رفت مرد شهید شد. کودکان نه 150,000 نه 500,000 مهاجر 150,000 نفر مردند. بله ولی نگاه کن اینا را کی آمد جمع گیر کرد؟ نهضت سرپرستی کرد، با جانب مقابل دست داد، صلح کرد، ولی رحمان خیانت کرد. انا اکنون ما اینجا چی گفتنیم؟ همینجا عذر من همینجا خیر کنم. وقتی ما گفتیم که ما پیشروی داشتیم، اون فرمان هایی که میشد استاد میگفتن ما با قماندان ها میرسوندم. اما شب روز مجاهدین پیشروی کرده بودند، کان شگنا و رفتن تصرف کردن. کان شگنا بالای خوالین، کان شگنا در همونجا. اما قماندان کی بود؟ میرزا جگر خدا رحمتشون کنه و جمعبای نمنگونی. اونا رو ما میرزا جمعه میگفتیم. خدا رحمتی استاد پیام داد که بگردیم به سنگرهای خودتون، یعنی طویلدره بگردیم بیایید. گفت که وطنی برادرها را شوخی هم اکو شوخی نبود و لنگار نکنه، یعنی ویران نکنه. برادر نامیدم و برادرهایی که مردم خوالین گوجه بدن، گفت که بگردیم بیان طویلدره. استاد همی گفت که میرزا جمعه با میرزا جمعه از نام سید عبدالله نوری برگردن به سنگرهای خودتون به طویلدره. بچه ها اطاعت کردن، گشتن آمدن. ولی وقتی که امضا در خوسته امضای سازشنامه وقتی که اوجا امضا کردن، اینتگراسیون کردنی یعنی مبارزین مجاهدین، یعنی بیاین دیگه واردی کمشون دیگه همشون آمدن. دیگه دستور بود که در افغانستان هیچ کس باقی نمانه و آخرایی که بدیم بگیم با ما آخرتر آمدیم.
مردم قبلا اومدن، مردم اومدن، ما قریب با ماهای دکبر آمدیم افغانستان. مردم دیگه همین سنتبر بعد همون امضای سازش اومد که مردم اومدن گفتن ما یه عده مردم موندیم بودن افغانستان. تشکر. فرصت داشته باشید همینجا میموندید بسیار خوش میشدیم. استاد رو انتظار نکنیم، بعضی چیزهای پیش آمدن که الکی باید استاد رو وارد صحبت کنیم. استاد و برنامه خوش آمدید، سلامت باشید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. نوبت از آن که خیلی سرکار هستید. سلامت باشید برادر شاکر جان و درود بر شما و بینندگانتان و مهمانان بخصوص با استاد شانه‌ای. بفرمایید در خدمت هستم. سلامت باشید. خیلی سرگپی کردیم از بسیار خوش شدم از آن که بعضی ها شاید بر این نظر باشند که ما چرا از مثلا در روز وحدت ملی از همان روزها یاد میکنیم. برای آن که تا همان روزها را ندانیم ما درباره خیانت های امروزی حکومت با خبر بودن نمیتونیم و فکر میکنیم افسانه هایی که در مکتب و در دانشگاه ها، در خیابان ها، در همه جا میگویند همون افسانه ها درست است و همین چیزی که امام علی رحمان میگوید همین درست است و بجز حقیقت امام علی رحمان دیگر حقیقت وجود ندارد. حالا استاد کبیری، من سوالم به شما این است که نگاه کنید حالا درباره بعضی نفران که استاد شانه‌ای نام گرفتند، نفرانی بودند که در بین مجاهدین حتی ایشون عبدالستار هم گفتند، عبدالستار بابایف، که مثلا همین صلح خطا بود میگفتند، این صلح خیانت بود میگفتند و هکذاها. حالا از جانب حکومت هم مخالفین خائن ملت دانسته شدند و رفتاری ما را مثلا خیانت میدانند و همچنین کسانی که در پهلوی ما بودند رفتاری ما را از اون طرف خیانت میدانند. در مابین مثل همین مخالفین در مابین مثل یک بره قربانی موندگی هستند. از اون طرف هم صلح خیانت بود میگن، از این طرف اینها خیانت کردن میگن. ما کی هستیم؟ یعنی همین اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک و دوام دهنده راستبرانش امروز مثلا گریم پیمان ملی تاجیکستانی و عموما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی کی هستیم؟ یعنی در واقع به همه خیانت کنیم در همه حالت. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، پیش از همه تشکر میگم برای این برنامه خوبتون و من فکر میکنم که حالا امروز برنامه ماندن در این موضوع یک کمی دیرتر بود. شاید که یک هفته 10 روز قبل از این سنه شما یک سلسله میزگردها را راه اندازی میکردید و حتی هنوز دیر هم نیست. من فکر میکنم که باید چند مدت درباره تاریخ جنگ و صلح تاجیکان این سلسله گفتارها به راه مانده شود. باید مقاله ها نوشته شود، باید کتاب ها نوشته شود. همه این در ارشیو باید باقی بماند در تاریخ ملت، زیرا وقتی که یک طرف خاموش است، نه تنها یک طرف، در اصل ملت خاموش است، یک گروه هم تاریخ سوزی دارند و هم تاریخ سازی، تاریخ واقعی رو می سوزانند و بجای آن یک تاریخ جعلی ساخته ایستادند و ما باید پیش راه این تاریخ سوزی و این تاریخ سازی ساخته رو باید بگیریم و این کار فقط کسانی کرده میتوانند. دو گروه، یکی محققانی که کاملا بی‌طرف هستند، اونها تابعیت به یگان طرف سیاسی ندارند که منفعت آنها را حمایت کنند. دوم گروه این شاهدان واقع هستند که چون اینجا داملا شانه‌ای و ایشون عبدالستار قبل از او صحبت کردند و دیگران هم صحبت خواهند کرد. اینها باید تاریخ زنده اون روزها را بگویند و البته به معنی آنه که حقیقت همش در همین طرف است. اما وقتی که انسان ها مشاهده های خود را میگن، دیده های خود را میگن، حداقل برای شهروندان، برای نسل های آینده یک امکانیت پیدا میشود که هر دو طرف رو بشنوند، مقایسه کنند و به یک نتیجه برسند. بنابراین من فکر میکنم که اونه که امروز تاریخ جنگ و صلح تاجیکان یک طرفه بها داده می شود
و یک طرف خودش را قهرمان و صلح آفرین و وحدت ساز می‌داند، طرف دیگر را خائن و جنگ انداز و گویا که هیچ سهمی در این صلح نداشته باشد و گاه گاه کوشش میکنند که آدمانی که دیگر در حیات نیستند آنها را هم به یک شکل یک کمی سهیم بدانند، اما نه حزب سیاسی را، نه این گروه را در مجموع. و معلوم است که در آوردن صلح یعنی فقط یک امام علی رحمان در اونجا سهم نداشت. طبیعی است که امام علی رحمان همچون پرزیدنت یعنی تصمیم نهایی را گرفت، اما اون کمانده کلانی که در اونجا کار میکرد اینا همه سهم داشتن. اگر اونها نمیخواستن، همکاری نمیکردن، صلح از طرف حکومت نمیشد. مثل داستیوف و عبیداللهیف، ابراهیم عثمان و ده ها صدها نفران دیگر از آن جمله قماندانهای صحرایی هم و همچنین در طرف مخالفین هم. یعنی وقتی که یک گروه کلان مثل اینات که واقعا اگر در طرف حکومت همه چیز را روسیه و حکومت امام رحمان حل میکرد، در طرف مخالفین حرف اول را نهاد میزد. استاد نوری، استاد همتزاده، استاد ترجانزاده، استاد لطیفی و ده ها نفرهای دیگری بودند که در هیئت رهبریت اپوزیسیون هم سهم داشتند، هم حرفشون حرف بود و در مجموع این خواهش دست جمعانه دو طرفه بود که ما به صلح رسیدیم. بنابراین همین این گونه برنامه باید زیاد باشد، گفته شود و گفت شاعر تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، هر بیشه گمان مبر که خالیست شاید که پلنگ خفته باشد. تا اگر ما صحبت نکنیم، حرفا را نگویم، این صحیفه های تاریخ پنهان میماند. اما درباره آن که ما یعنی یک نه همه راضی بودن از این صلح، یک گروه ما را خائن میدانند، یک گروه تروریست میدانند، یک گروه آغازگر جنگ میدانند، یک گروه دیگر حتی از جانبداران خودمان بر این باورند که ما اشتباه کردیم با این صلح و امروز نتیجه همون اشتباه ها را چشیده ایستادیم. ببینید هیچ صلح در هیچ تاریخ این گونه نبوده است که همه اون را خوب پذیرفته باشند. حتی صلح حدیبیه هم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه با مشرکین مکه اون را امضا کرد، خیلی از صحابگان پیامبر راضی نبودند و اون را یک شکست میدونستند و اون را راضی نبودند با اون شرط هایی که در اون سازشنامه آمده بود. حتی یا فکر کنم حضرت عمر بود یا حضرت علی ناراحت از آن شد که در اون سازشنامه پیامبر اکرم را همچون پیامبر ننوشتند، محمد ابن عبدالله نوشتند. اما پیامبر آمد گفت خب این سازشنامه با دشمنان و با رقیبان ما هست، اگر با دوستان ما بود اینا علاقه پیامبری ما را قبول کرده بودند. یعنی منظورم این است که حتی در همون صلح حدیبیه هم همه صحابگان و همه دوستان و یاران پیامبر با اون صلح راضی نبودند. دقیقاً همون کار در طرف قریشی ها، در طرف مکه، اهل مکه همین بود و طبیعی است که در صلح ما هم همگان راضی نبودند و بعضی ها حتی امروز هم به این نظرند که همون وقت این اشتباه را گفته بودند، نباید رهبریت اپوزیسیون امضا میکرد و هر کس با دلیل خودش. یک گروه از لحاظ اعتقادی این صلح را غلط میدانستند که طبق عقیده اهل سنت و جماعت نباید این صلح با این شرط کرده شود. یک گروه دیگر میگفتند نه، صلح اعتقادا جایز است اما با امام علی رحمان نمیشود صلح کرد چون این انسان طبیعتا انسانی با عهد و وفای نیست. یعنی در عموم مخالفین کم نبودند. اما نظر شخصی من چی است؟ چون وقتی که من در این باره صحبت میکنم بالاخره درست که در سالهای جنگ من در خارج بودم، در یمن، بعد در مسکو تحصیل میکردم و در گفت و شنیدها در تیم اساسی نبودم. گاه در این یا آنجا شرکت میکردیم به حیث کمک رسان، مثلا در راوند بیشکک، اشخاباد رفته بودم یک بار، تهران 2 مرتبه در وقت گفت و شنیدها سفر کرده بودم. اما از سال 97 وقتی که 15 سپتامبر 97 کمیسیون آشتی ملی با رهبری استاد نوری در دوشنبه کار خود را شروع کرد، من 10 روز بعدش انیقترش 27 سپتامبر استاد مرحوم استاد همتزاده به من زنگ زد و
گفت که استاد نوری شما را میخواهد. من رفتم به دوشنبه، استاد نوری پیشنهاد کرد که من یاوری ایشون در کمیسیون آشتی ملی باشم. 1 سال من یاوری رئیس کمیسیون آشتی ملی و بعدا 2 سال دیگر عضو کمیسیون آشتی ملی در زیر کمیسیون سیاسی کار کردم و تمام این روند را از هفته دوم کمیسیون آشتی ملی تمام مرحله های تطبیق سازشنامه، رینتگراسیا یا همایش رزمندگان اپوزیسیا، بازگرداندن مهاجرین و کارهای زیاد دیگر، تغییرات لایحه‌ها در قانون‌ها را نه تنها از نزدیک بلکه در اون روند من شرکت کردم و وقتی هر چیزی را که در این باره میگم، این بهای من همچون ناظر نیست بلکه بهای من همچون یک نفری که در این روند شرکت کرده است و بنابر همین فکر میکنم که این گونه صحبت‌ها، این گونه نشست‌ها باید زیاد باشد، نه فقط در 27 ایون هر سال 1 مرتبه و 1 روز. باید این سلسله گفتارها باشد، حتی ماه به ماه را باید تحلیل کرد، ارخیو کرد تا اینکه کارشناسان، محققان، تاریخ نویسان در آینده این ویدیوها، این ثبت‌ها را تماشا کنند و بهای سزاوار بدین، چون میگن که تاریخ را غالبان مینویسند. Историю пишут победители. امروز که در نتیجه این خیانت یک گروه خودش را غالب میداند، تاریخ جنگ سور رو آنها نوشته ایستادند. اما وقتی آن رسیده است که دیگر محققان بی‌طرف باید این تاریخ را بنویسند و محققان هم از کجا میگیرند؟ از صحبت‌های هر دو طرف. حالا استاد شما در مذاکرات بعد برگشتن مهاجران شما در کمیسیون آشتی ملی بودید. همین رینتگراسی مهاجران را در عموم بعضی کارشناسان پراکنده کردن قوه، هم قوه حربی و هم قوه ذهنی اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک میدونن. شما با این چی نظر داره؟ اولین زمینه‌های اساسی منظور شما شاید رینتگراسی مجاهدین باشد، نه مهاجرین. مجاهدین، بله، مجاهدین و من. بله. ببینید شوکت جان، اگر اشتباهی در اینجا رخ داده باشد، اشتباه در به هم ربط دادن دو موضوع هست. یکی مثلا این بود که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی همان وقت رسمی کننده می شود از نو در کشور و انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی همان وقت برگزار می شود که اپوزیسیا نیروهای مسلح خود را یعنی با قواهای مسلح حکومت تاجیکستان همایش میکنند یا همراه میکنند. یعنی این مسئله طبق اون سازشنامه ها مربوط بود به اینتگراسیا شدن یا همایش یافتن نیروهای مسلح اپوزیسیا بود. یعنی بدون این انجام این کار امکان نداشت که حزب و حرکت های اپوزیسیونی و انتخابات های پارلمانی برگزار شود. و من فکر میکنم که در عین همین پیوست کردن این مسئله ها اشتباه بود. باید برعکس می بود. یعنی همچون کفیل برگزار کردن انتخابات های دموکراتی شفاف، همچون کفیل فعالیت آزادانه حزب‌های سیاسی باید یک نیروی مسلح وجود می داشت. و چگونه شما میایید اول، چون حکومت نیروی مسلح دارد، امنیت دارد، پلیس دارد، بله، پروکراتور دارد، او قوت دارد و آواز خود را حفظ میکند و حتی اگر تقلب هم کرد هیچ کس کار کرده نمیتواند با استفاده از اون قدرت و توانمندی که است. و چگونه ما کفالت یک انتخابات آزاد می داشتیم یا فعالیت آزادانه را در صحنه سیاسی کشور می داشتیم که دیگر اون عقبه نظامی نیست. بله. و یعنی اگر اشتباه هم صورت گرفت در اون وقت امضای سازشنامه صورت گرفت، نه در وقت اینتگراسیای مجاهدین، برای که وقتی که سازشنامه امضا شد اپوزیسیا دیگر وظیفه دار است. اون در نزد سازشنامه ناظران بین المللی در نزد عهد و پیمان خود وظیفه دار است که اون سازشنامه را انجام بدهد و انجام هم داد. این اپوزیسیا امام رحمان نبود که عهد شکنی کند. یعنی امام رحمان در هنوز که نیروهای اپوزیسیا
برای مثال هنوزم که میرزا زیایف، میرزا جگا سلاح در دستش بود، هنوز در طویلدره بود و باید طبق پروتکل وزارت دفاع رو به اپوزیسیا میدادن و همه علاقه در اپوزیسیا مشورت شده بود که میرزا زیایف وزیر دفاع میشود. یعنی هنوز قبل از اینتگراسیون پروژه مجاهدین امام علی رحمان گفت که نه، من وزارت دفاع رو به اپوزیسیا نمیدم. حتی علاقه سر شد. علاقه احتشکنی سر شد. حتی در کمیسیون اشتی ملی یعنی بایکوت کرد طرف اپوزیسیا. دیگر من یادم هست قریب 1 ماه به کار نرفتیم و بعد از نو گفت و شنید شد. در همون یادم هست، در همون گفت و شنید بنده هم بودم در قصر ریاست جمهور. اعضایان کمیسیون اشتی ملی و قماندان از طرف اپوزیسیا رفتیم قصر رئیس جمهور. با رحمانوف در اونجا گفت و شنید شد و امام علی رحمان آشکار گفت که نمیدیم. یعنی بله امضا کردم اما نمیدیم. اگر میخواید از نو جنگ کردن بیاید از نو جنگ میکنیم. یعنی نه، من آماده هستم جنگ کنم از نو، تیرپرانی شود، اما وزارت دفاع رو نمیدیم. یعنی تصور کنید که رهبریت اپوزیسیون رو، اینات رو، استاد نوری رو در حالت مانکی آشکار من قانونشکنی کرده ایستادم، من عهدشکنی کرده ایستادم، اما اگر خودت جنگ کردنی باشه، میخواهی از نو جنگ کنی برای منصب وزیر دفاع، مرحمت از نو جنگ میکنیم. و استاد نوری هم در اونجا در یک حالت بسیار دشوار قرار گرفت، چون اگر جنگ شود از نو باز ملت عذاب میکشد. یعنی امام علی رحمان پروای ملت ندارد، پروای آن ندارد که از نو تیرپرانی میشود، فرزند تاجیک کشته میشود. مهم که او منصب وزارت دفاع را ندهد. چرا ندهد؟ بعد معلوم شد که پلان داشته است، برنامه داشته است. در بین اپوزیسیا اختلاف انداختن و اپوزیسیا را اجازت ندهد که نیروی نظامیش را حفظ کند. چون اگر میرزا زیایف وزیر دفاع شود یعنی یک قدرت است دیگر. بله. و در عوضش چی پیشنهاد کرد؟ در اینجا یک بادام افسوند رهبریت اپوزیسیا رو در عوضش پیشنهاد کرد که من کمیته حالتهای فوق‌العاده رو که رئیسش محمد روزی اسکندرов بود، این رو به میرزا زیایف بدهیم و اون رو وزارت میکنیم و به محمد روزی اسکندرov یگان منصب دیگر رو پیشنهاد میکنیم که بعداً یعنی محمد روزی اسکندرov به فکرم رئیس شرکت یا مؤسسه این چی بود، کمونال اسلوگام خدمات کمونالی شد و کمیته حالت فوق‌العاده رو وزارت حالت فوق‌العاده کردن. میرزا زیایف رو در اونجا وزیر کردن و این علاقه تخم نفاق و نزاع در بین اپوزیسیا کشته شد. یعنی یک قسم یعنی نوعیتی ها به میان آمد. محمد روزی اسکندرov ناراحت شد، حزب دموکرات ناراحت شد، یک مقدار از مردم تاجیک‌آباد که خب محمد روزی اسکندرov از همون طرف بود ناراحت شدند که رهبریت اپوزیسیا به خاطر همشهری خودش، چون میرزا زیایف از طویلدره بود، از منطقه وخیا و همشهری استاد نوری بود، یعنی متهم با آن کردند که هم حزب دموکرات نادیده گرفته شد، هم مردم تاجیک‌آباد، هم یک قماندان بسیار ورزیده اپوزیسیا و این منصبش رو گرفتند و به میرزا زیایف دادن. یعنی ما هم راهی هم عقب نشینی کردیم، هم پیام دادیم که اپوزیسیا آماده است برای گذشت بیشتر، هم راه را برای عهدشکنی‌های بعدی رحمانوف باز کردیم و هم یک نفاق و یک ضدیت رو در داخل خود اپوزیسیا هم به راه ماندیم. من فکر میکنم که یعنی نیت خوب بود، نیت پیشگیری از جنگ بود، نیت این بود که دیگر ملت تاجیک اگر رحمان جنگ میخواهد ما دیگر جنگ نکنیم، یعنی حتی گذشت از خودمون کنیم. و استاد نوری خیلی زحمت کشید که طرف اپوزیسیا رو متقاعد کند، هم میرزا زیایف رو راضی کناند که نه منصب وزیر دفاع بله. همینجا استاد من همین رو پرستنی هم که اونجا مثلا گریم رازمانده ها تنها از یک توبه یک کماندون نبودن، چندین کماندون ها وجود داشتن و اکثریتشان بر فکر و نظر خود استوار بودن. با استاد نوری چگونه میسر میشد که همه این کماندون هایی که فکر و اندیشه های علاهیده جداگانه داشتن متقاعد کنند که به صلح راضی شوند و خلع اصلاح کنند؟
این خیلی مهم است. چگونه صورت میگرفت همین حالت ها؟ چونکه نفرانی بودن که حتی بعد سال 1997 و بعد اومدن برگشتن مهاجران و مجاهدین نیز در داخل دوشنبه تا سال 2000 اینها هم وجود داشتند و تا کجا مثلا گریم با بعضیشون من تا اونجایی که خبر دارم وقتی که اونها سرکشی میکنن تماما استاد وقتی که جانب حکومت اونها را مثلا پراکنده میکند یا که از بین میبرد بی‌ضررشون میگرداند تماما استاد نوری به اون اهمیت نمیدن. این چگونه صورت میگیرد؟ یک سیاستی که تماما باید یک شخص دوملانه به طور عمومی به طور کلی باید سیاستمدار بزرگ باشد که به همه این چیز صرفم رود، لیکن بعضی چیزها رو میبینیم که اگر مثال گیریم استاد نوری سیاستمدار بزرگ میبودن ملت این به رحمان تا این حد به دست رحمان تا این حد زمامی حکومت داده نمیشد. خیلی یک چیزی پیچیده است. در حالشون این چیزها رو چگونه میدیدید؟ چند نکته را باید که از هم جدا کرد. اونه که استاد مرحوم سید عبدالله نوری یک سیاستمدار بزرگ ملی بودن در آن شک نیست. آنه که استاد نوری در بین مجاهدین، در بین قماندان ها، در بین تمام نیروهای اپوزیسیا آب رو حیثیت و جایگاه داشتن در اون هیچ شکی نیست. آنها که تمام مجاهدین و سیاستمداران اپوزیسیا با استاد نوری اعتماد داشتند در این شکی نیست، چون شخصیت استاد نوری قدرت قانع کناندن و اون اسلوب خاصی که مرحوم داشتن دلخواه انسان را میتوانستند متقاعد کنند و یعنی هم با آوردن دلیل ها از سرچشمه های دینی، از قرآن، از حدیث، از تاریخ و هم با دلیل های منطقی که داشتن. و اونه که استاد نوری در پس این همه تصمیم ها که امروز خیلی از این تصمیم ها مورد انتقاد قرار میگیرد یک نیت داشتن خیر ملت و خیر دولت و کشور عزیزمون، در این هم شک نیست. ولی بالاخره همه انسان هستیم و همه اشتباه میکنیم و هیچ کس معصوم نیست، هیچ کس از کمبودی و از اشتباه معصوم نیست و از اون جمله استاد نوری هم. و نباید بعد تمام اشتباه های انجام شده را در یک شخصیت استاد نوری دید. بالاخره اپوزیسیا تنها از او عبارت نیست و نبود، دیگر رهبران بودند و بعضا میشد که خودی استاد مرحوم هم در یک حالت دشوار قرار می گرفت که بین تمام این قماندان ها و بین این سیاستمداران یک توازن خوبی را با وجود آورده تواند. اما ببینید من حالا چرا یعنی قماندان ها اطاعت میکردن؟ چون یکم من گفتن اعتماد بود، دیوم خودی قماندان ها هم از جنگ خسته شده بودن، یعنی از هر دو طرف. وقتی که یک راهی صلح منطقی پیشنهاد می شود و نمیخواد تا آخرین تاجیک بجنگد. و از همه مهمش قماندان ها، مجاهدین، سیاستمداران رده پایین باور داشتند که اون سازشنامه‌ای که امضا شده است با آنها کفالت میدهد که در آینده در یک تاجیکستان آزاد و پیشرفته و برای همه برابر زندگی کنند. یعنی اون قماندان اگر میدانست که بعد چند سال او را چی انتظار است، یا اون سیاستمدار هم اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما میدانستیم که بعد چند سال ما را چی انتظار هست، مگر یگان کس راضی میشد به همین؟ مگر خود استاد نوری راضی میشد به همین؟ به هیچ وجه من باور ندارم که استاد نوری راضی میشد. اما بعدا در رفت کار خودی استاد و خودی رهبریت اپوزیسیا هم در حالت قرار گرفتن که همونطور که داماد شانه من پیشتر گفت، مثلا در سال 2003 در اون رفرندوم الکی رحمان اون توان را داشت که تمام خواسته های خودش را از طریق رفرندوم، از طریق تغییر لایحه و قانون ها بالای اپوزیسیا تحمیل کند و از دست اپوزیسیا دیگر با جز سازشکاری دیگر هیچ چیز نمی اومد. ببینید که من حالا این نکته را هم بگم. سال 2006 وقتی که استاد مرحوم از دنیا گذشتن و مسئولیت به دوش ما افتید و خیلی ها به این نظرن که میگن خب یک حزب پارلمانی و یک طرف صلح رو من به میراث گرفتم و در آخر امروز به یک تبدیل به چه شدیم؟ به یک حزب پراکنده و ممنوع و مهاجر. برادران گرامی، سال 2006 من یک حزب بدون سلاح و یک حزب را به میراث گرفتم که در چارچوب
قانون جمهوری تاجیکستان درباره احزاب سیاسی باید فعالیت کند، دیگر نه در چارچوب سازشنامه صلح، چون سازشنامه صلح رو رحمان قبل از 2005 و 2006 قبل از 2003 الکی پامال کرده بود، از بین برده بود. هیچ کس دیگر درباره سازشنامه صلح گپ نمیزد، دیگر مجاهدی وجود نداشت. و همین سال 2006 به بعد باز در انتخابات 2010 طبق قانون عمل کننده درباره احزاب سیاسی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بهترین انتخابات رو ما برگزار کردیم و در انتخابات پیروز هم شدیم. یعنی با یک حزب بدون سلاح، یعنی تمام دستاوردهای نهضت و اپوزیسیون همون سلاح بود، اما سلاح سپاریده شده بود و طبق قانون احزاب ما در انتخابات 2010 پیروز شدیم در انتخابات و در این شک نیست، شما خودتون شاهد بودید. بله. خب پس باید معیار این باشد و من فکر میکنم که حالا وقتی که ما در این باره صحبت میکنیم باید اگر با یک جمله خلاصه کنیم، صلح تاجیکان بهترین صلح بود، صلح لازمی بود، در وقت لازمی انجام شد، اما متاسفانه قربان دو چیز شد: قربان جاه طلبی، منصب تلاشی، قربان خیانتکاری امام علی رحمان از یک طرف و قربان ساده لوحی و زودباوری و خوشباوری ما اپوزیسیون تاجیک در نسبت سازشنامه و نسبت طرف دیگری صلح. بسیار خوب. اما استاد نگرید، همین مثل همین رقابت سیاسی هم مثل یک بازی فوتبال است. اگر مثلا گریم محافظت خوب نباشد، دروازه‌بان خوب نباشد، همه گل زده می شود و دیگر بوی میتید. و گذشت ها هم در همین بازی سیاسی گذشت های پای در پای هم مضمون این رو دارد که آیسته آیسته شما به ضعیف شوی خود راه داده ایستادید، به ضعیف شوی خود تن داده ایستادید. یعنی گذشت های پای در پای. چرا نمیشد که مثلا گریم در همون اول ها یک کم لجام رو سخت‌تر گرفت بعضی چیزها؟ حالا درباره مثلا قانون جمهوری تاجیکستان حالا گپ زدن، درباره حزب سیاسی او نامزدیش رو میمونده است. اینجا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون حزب سیاسی، یعنی همچون حزب خاراکتر دینی داشته میمونده است. پس آیا نمیشد که مثلا گریم به این راضی نشد؟ حالا ببینید، اگر من چی گفتنی هستم، به ضعیف شدن خود راضی هستید و همچون یک حزب ضعیف بودن راضی هستید و قدرت گرفتن جانب مقابلتان با این گذشته‌های خود راضی هستید. چگونه یک حزب با چنین حالت راضی می شود و به بقای خودش همچون یک حزب ضعیف شده رفته ایستاده راضی می شود؟ من به همین چیز حیران می شوم. چگونه این حالت صورت می گرفت؟ ببینید، شما مثال آوردید، یک قاعده است که وقتی شما وارد میدان شدید، برای مثال در بازی فوتبال، باید با قاعده فوتبال بازی کنید. نمیشه در میدان فوتبال درآید و بسکتبال بازی کنید یا والیبال بازی کنید. سیاست هم قاعده خود را دارد. فرق ندارد شما سیاستمدار دینی هستید، دنیوی هستید، شما دیندار هستید، بدین هستید. وقتی که وارد میدان سیاست شدید باید که با قاعده های سیاسی رفتار کرد. میدان سیاست جای محفل اهل تصوف نیست. میدان سیاست میدان شعر و نصیحت و امر معروف نیست. میدان سیاست است، مبارزه است. باید که از دهان شعر حق خود را گرفت و حق خود را به هیچ کس نباید داد. و متاسفانه وقتی که بین این قاعده های بازی آمیخته می شود، در اون جایی که باید همچون سیاستمدار رفتار کرد، همچون یک اهل تصوف، همچون مشایخ یا همچون اهل ادب و فرهنگ رفتار می شود، طرف دیگر نه تنها سیاسی رفتار میکند، حتی سیاست رو در بدترین شکلش، رفتار سیاسی خیلی بد میکند که پر از خیانت است و پر از عهدشکنی هست. این حالت طبیعی است که دیگر یعنی ما در اون وقت همچون صوفی و همچون دومولو رفتار میکردیم، نه همچون سیاستمدار. یعنی خب در عموم ببینید، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عموم، یعنی که تفکری رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اگر ما را بگیم که تفکری سیاسی بود یا بیشتر تصوفی، من فکر میکنم که خب بیشتر اهل تصوف بودن. بیشتر اهل تصوف بودن و
یعنی برای اهل تصوف چی است؟ همیشه قانع بودن، قناعت داشتن، گذشت کردن، همه چیز رو از تقدیر دیدن، همه چیز رو مثلا برای منصب و برای سیاست و برای انتخابات، برای قدرت دعوا کردن عیب است. یعنی این تفکر بود. یعنی خود همین منصب وزارت دفاع رو دیگر از دست دادن، قبول نکردن، فقط به خاطر آن بود که ما را متهم نکنن که به خاطر یک مقام وزارت دفاع اینها گذشت نمیکنن. عیب است که منصب تلاش کنیم. یعنی عیب است که ما منصب تلاش کنیم، بخبر از آن که ما راه را برای عهد شکنی باز کرده ایستادیم. یعنی این سنجش است. اینجا مسئله در اون نیست که ما منصب طلب هستیم یا نیستیم. چرا منصب تلاشی و منصب پرستی برای طرف دیگر عیب نیو، برای یک سیاستمدار دیندار و مسلمان عیب باشد؟ یعنی یک طرف 30 سال حاکمیت رو میچسبد، برای حاکمیت رو نگه داشتن میکشد، میدزدد، زندانی میکند، مهاجر میکند، سازشنامه را پامال میکند، کنستیتوسیون را پامال میکند، برای او عیب نه. برای من سیاستمدار فقط برای آنکه من نماینده حزب اسلامی هستم، طلب کردن حق خودم که در سازشنامه آمده است عیب باشد. یعنی این با قاعده مثلا تنیس بای بیس پراویل، میدان بای بیس باکس رفتن است که طبیعی است که دیگر از هر طرف ضربه میخوری. من فکر میکنم که مسئله در اینجا است. از روزی که نهضت اسلامی تاجیکستان همچین یک حزب سیاسی رفتار کردن رو شروع کرد، ما دیگر برای امام علی رحمان همچون حزبی مقبول نبودیم. یعنی همچون یک امام علی رحمان عادت کرده بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رفتار سیاسی نباید کند. رفتار فقط همون گذشت، صبر، یعنی با قاعده های دیگر باید بازی کند. از روزی که ما آمدیم نه گفتیم ما حزب سیاسی هستیم، در انتخابات با قدرت وارد شدیم، انتخابات پارلمانی رو بردیم، در انتخابات پرزیدنتی ائتلاف تشکیل کردیم، نامزد خود را بگذار یک بانو بود ولی نامزد ائتلاف بود پیشنهاد کردیم. این گونه حزب دیگر برای امام علی رحمان قابل قبول نبود. برای چی؟ برای که با قاعده های سیاسی رفتار کرده ایستاده است و همچنین یک حزب اپوزیسیونی رفتار کرده ایستاده است و اصلی مسئله در اینجا بود و من فکر میکنم که این برای همه درس است. از این به بعد دیگر فرق ندارد حزب نهضت است، کدام حزب دیگر است. حتی مردم، ملت تاجیک باید بداند که در مبارزه وقتی که وارد شدی باید که مبارزه سیاسی فقط رفتار سیاسی رو طلب میکنه. خوب، بسیار خوب استاد. مسئله همون درباره رفرندوم یا رای پرسی اینجا گپ به میان آمد. آمادگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا در عموم اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک به ان همون لایحه قانون برای نظرسنجی، برای نظرپرسی یا رایدهی چگونه بود؟ آیا نمایندگان مخالفین در او ساختن یا به میان آوردن لایحه قانون بالانس میدادن با نمایندگان حکومت؟ ببینید، منظور شما اون رفرندوم سال 2003 است یا که؟ بله، رفرندوم سال 2003 است، اما پیش از وی حالا اگر خطا نکنم یک رفرندوم دیگر گذشتگی بود. سال 99 بود. سال 99 بله. در اساسا من همین رو در نظر دارم چون که در او نمایندگان مخالفین هم شرکت داشتند در ساختن لایحه قانون و اینها. بله، لایحه قانون اون تغییرات علاوه در کمیسیون آشتی ملی بحث و بررسی شد که من اون وقت عضو اون کمیسیون بودم و بعد بحث‌های زیاد، بحث‌های طولانی زیاد این لایحه قبول شد و طبق سازشنامه امام علی رحمان دیگر حق نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی ماندن حق نداشت. این یک قصه دیگر است، شاید در یک مدت دیگر یک وقت دیگر صحبت کنیم که چگونه با حیله و نیرنگ، با فریب تمام اعضای کمیسیون آشتی ملی از طرف اپوزیسیون را فریب دادن تا اینکه یک مراتبه دیگر، یک 7 ساله دیگر برخلاف متن سازشنامه از اپوزیسیون برای امام علی رحمان بگیرن. من فقط همین کوتاهش رو همین قدر میگم که آخران کس وقتی که
محمد سعید عبیدالله مرا دعوت کرد به کابینتش. ابراهیم عثمان با من، ما همسایه بودیم در گستین سیبخش، گفت که محمد سعید عبیدالله شما را در تلفنی صحبت که حکومتی منتظر است. بعد صحبت کردیم. بله، گفت که یک با هم از نزدیک بشینیم. من رفتم، گفت که فقط خودت مخالف هستی به اون که با امام علی رحمان یک 7 ساله دیگر اجازت داده شود؟ گفتم بله، چون این مخالف سازشنامه هست. بعد گفت که خب ازبکستان با ما هجوم کردن میخواهد، اسلام کریموف دشمن ملت تاجیک است، ما نو از صلح بیرون آمدیم، اگر یک 7 ساله دیگر به رحمان اجازت بدهیم که پرزیدنت شود، همین مرحله صلح تمام شود، دیگر او با سر بلند می رود، اپوزیسیون هم دیگر هست، انتخابات آزاد می شود، یک نفر رو مردم از نو انتخاب میکنند. من یک سوال دادم، گفتم کی کفالت میدهد که فریب نمیکند هم اپوزیسیون رو هم ملت رو؟ یک جواب داشت، حالا خودش بگذار جوابش رو بگوید که آیا ما را فریب کرد یا اینکه خودش هم فریب خورد. عبیدالله گفت که مگر ما مرده، مگر ما جوانمرد نیستیم که این رو اجازت بدهیم؟ ما قول دادیم به خاطر ملت، به خاطر صلح و وحدت این کار انجام خواهد شد. امروز عبیدالله بیاد به ملت جواب بگیرد، به ما جواب بگیرد که آیا خودش هم فریب خورد، رحمان او را هم فریب کرد، یا اینکه خودش جز این فریب بود، میدانست ولی یک جای ملت رو فریب کردن، ما رو فریب کردن. و این چون دیگر اعضایان 13 نفر از طرف حکومت هم باید به این سوال جواب بگن که آیا آنها هم فریب خوردن یا آنها هم در این فریب شریک هستند. این درباره اون رفراندوم 99. اما در رفراندوم 2003 الکی مسئله کاملا فرق کرده بود، دیگر اپوزیسیون نیروی مسلح نداشت و امام علی رحمان خیلی با یک شیطنت و دروغ آمد مسئله از قانون اساسی برآوردن حزب نهضت رو، حزب خاراکتر دینی رو، با 7 ساله دیگر در کنستیتوسیا برای خودش یک جایه ماند و دیگر رهبریت اپوزیسیا که از نگاه من اینم یک اشتباه دیگر بود، برای وارد تجارت شد که هم امام علی رحمان این تغییرات ایلاوان نسبت حزب سیاسی را میبردارد، ولی در عوضش با 2 7 ساله دیگر او حق نامزد شدن پیدا می‌شد. نمیشه که بگذار که یک حزب اسلامی وجود نداشته که باشد. بله 100%. امام علی رحمان فهم مثلا اگر پرزیدنت نشود، بالاخره حزب نهضت رو بعد که امام علی رحمان قدم به قدم همه خواستهای خود را به دست آورد و همون چیزی را که ما با خاطرش گذشت کردیم از دست دادیم. همون چیزی که میخواد گرفت، یعنی قدم به قدم اونها رو گرفت. و حالا نمیدونم یادم نیست کدام از پرزیدنت های امریکا گفته بود که کسی ملتی که به خاطر امنیتش از بحر آزادیش میگذرد در آخر هر دو را از دست خواهد داد. ما به خاطر امنیتمون، گویا به نام امنیتمون آزادی را از دست دادیم، یعنی آزادی که باید همه در نزد قانون، در نزد سازشنامه برابر باشند. اما ما با امام علی رحمان یک امتیاز خاص دادیم که بالاخره اون استفاده کرد، یعنی سوء استفاده کرد از این ساده لوحی و ملت دوستی ما و از این خوشباوری ما و این خیانت‌های خود را قدم به قدم پس هم کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور نمیشد، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین حزب اسلامی باقی نمیموند و یک انتخابات شفاف و دموکراتیک بالاخره یک نفری با انصاف، یک ملت دوست پرزیدنت میشد. شرط نیست که ما در قالب حزب سیاسی دینی عمل کنیم، ما میتونستیم در قالب یک حزب دیگر عمل کنیم. در شرط نیست که حتما، یعنی وجود یک حزب سیاسی دینی نه واجب شرعی است نه وحی الهی است. خب یک ضرورت سیاسی است، یک ضرورت این سخن‌ها رو حالا گفته شده، چرا اون وقت هم میگفتید همین چیز رو در نهضت؟ من اتفاقا اولین کسی بودم که در داخل حزب مسئله گذاشتم که نام حزب رو تغییر کنیم، در وقتی خود رحمتی استاد نوری بودم. یعنی این گونه نظرها غریب بودن در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. این گونه نظرها خیلی کمچین بود، حتی بعضی‌ها میگفتن که این از بیرون کدام خواجه خارجی این فکر را داده است. اما استاد مرحوم خودش این را قبول داشت، حتی به من گفت که همین فکرت رو در یک شورای سیاسی مطرح کن و آزاد منطقی از فکرت. و من این رو در شورای سیاسی مطرح کردم، اکثریت قبول نکردن، حتی بعضی‌ها بدگمان هم شدن که این فکر را گفته ایستاده است، این فکرای حالا جوان است نمیفهمد سیاست را. ما با همین نام مبارزه بردیم، جهاد کردیم، شهادت شهید دادیم.
و حالا داملا شانعیم هم که جا هست، ایشان هم یکی از کسانی هست که شاهد این همه گفتمان‌های داخلی حزبی بود. اما ببینید ما نباید در این شرایط دیگر بیشتر تمرکز بالای آن کنیم که کی در اون وقت اشتباه کرد، کی حق بود. نه، کار شدگی شد. نه، سوال‌های من برای آن است که بگذار همگان بدونن که در اونجا چی صورت گرفته است. بگذار ما هم عموما کسانی که پیروی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند و عموما کسانی که برای تاجیکستان یک آینده تاجیکستان رو میخواهند، بعضی از چیزها رو باید ما درک کنیم. ما همین نسل بعدی باید این چیزها رو فهمیم، چون که از همه این خبر نداشتیم. حالا استاد شانعیم چیزی گفتم، میخوان یک بار گوش کنیم. ما داملا شانعیم را گوش کنیم، بعد من اجازت بگیرم برای که یک مادر دارم. یادتون هست همونجا استادم گفته بودن که وقت رسیده است که ما نام همی حزب تغییر بدیم. بله یادم هست. بله. بله. و من یادم هست که ایشان رفتن باز در یک ملاقات با پرزیدنت امام علی رحمان هم مطرح کردن که خب حاضر ما خودمون در نهضت اسلامی تاجیکستان به این قناعت رسیدیم که نام حزب را تغییر بدهیم، کلمه اسلام را از اون برداریم. و بعد برگشتن استاد، یادتون باشد در جلسه ریاست حزب این موضوع را گفتند که امام علی رحمان در جواب گفته است که داملا من یک خواهش میکنم که شما با همین نام اسلامی باقی بمانید و چون وجود حزب اسلامی در تاجیکستان زبان ما ملت تاجیک را در خارج دراز کرده ایستاده است که ما یگانه کشوری هستیم تا این درجه دموکراتی هستیم که حتی حزب اسلامی داریم و این دستاورد ما هست. برای همین اگر شما تغییر بدهید یعنی ما دیگر از همین دستاورد ملی در نزد خارجی محروم میشویم. و استاد همت‌زاده خدا رحمتشون کنه بعد در جواب گفتن که خب ما که با دستور رحمان کار نمیکنیم و هر چیزی که رحمان میخواهد ما اون رو انجام بدیم، دیگه حزب سیاسی نیست. باید که ما وقتی که میخوایم که نام حزب رو تغییر بدیم باید خودمون تغییر بدیم، نه اینکه رحمان میخواهد یا نه. اما نظر اکثریت اعضای ریاست حزب برای این بود که نام حزب اسلامی همچون در نام حزب کلمه اسلام باقی بماند. و حتی من در سال 2015 وقتی که بعد از انتخابات پارلمانی یک هفته بعد من ملاقاتی که با یتیموف داشتم، یک به یک داشتیم، یتیموف همون وقت گفت که حزب رو میبندیم، بسته ایستادیم، شما خودتون به دست خودتون باید اعلان کنید. من گفتم که شما حق ندارید این حزب رو بستن چون حزب کنستیتوشنی است، قانونی است، ولی ما خودمون نیت داریم. در همون وقت رحمتی استادم برنامه تغییر نام حزب بود، نیت داریم که در انجمن حزب در ماه سپتامبر نام حزب را من حداقل این پیشنهاد را خواهم کرد، اگر حزب قبول کند نام حزب را تغییر میدهیم و یک نام دیگر انتخاب میکنیم. ولی اون در جواب گفت که نه، برنامه ما منع کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با همین نام هست. یعنی قبل از آن که شما تغییر بدهید ما باید با همین نام شما را منع کنیم، برای آنکه باید اینها این سلسله غالبیت خود را تا نقطه آخر برسانند که حزب نهضت اسلامی با اینها جهاد کرد، پیروز شد در جهاد، صلح کرد و اینها این را برای خود شکست میدونستند و در میدان جنگ که نتونستند با خیانت و دروغ و در میدان سیاست باید شکست بدهند و باید همین حزب را ممنوع اعلان کنند. و حالا این هدف، این برنامهشون از زمانی که رحمان نمیخواست که در زمان رحمتی استاد این نام حزب تغییر بیابد، بعد اینا نمیخواستن که در زمان من نام حزب رو تغییر بدهیم و حتی فرصت ندادن، چون میدونستن که من در ماه سپتامبر این موضوع در انجمن مطرح خواهم کرد و به احتمال زیاد این در انجمن قبول خواهد شد، چون یک قسم زیادی اعضای ریاست رو الکی به این مسئله متقاعد شده بودن که در آینده با نام اسلامی فعالیت کردن خیلی دشوار خواهد بود. بله. حالا سوال آخرین به هر دویتان یک سوال است، چون پای بردم خودم هم وقتی سر کردن برنامه و دوی شما نیست وقتی سرشوی سخنرانیتان همچون استاد عبدالستار بابایف نیست، بر روز وحدت ملی که امروز روز وحدت ملی است و همچون ایدی
یکی از ایدهای اساسی در تاجیکستان است، اید قانونی تاجیکستان است. نه تبریکات نه یگان اشاره نکرده، چنان به اهمیت شده است. چرا و کی این باز دوباره اهمیت خود را پیدا میکند؟ به هر دوتون همین سوال است. استاد اول بفرمایید بعد کی شونه. بله واقعا دیگر این معنی خود را گم کرده است، ماهیت و فلسفه خود را گم کرده است. باز تکرار میکنم که این صلح ملی ما یک صلح واقعی و خیلی صمیمی بود. جشن وحدت رو هم خیلی صمیمانه جشن میگرفتیم. حتی یادم هست که بعد از هجرت هم در همین خارج هم ما چاره‌بینی برگزار میکردیم، اما بعدا دیدیم که حتی این خودش هم یک پیام بود که بعد این همه جنایت ها و خیانت های شما باز هم یک ذره یک امید به آن هست که باز اشتباه خودشون را خواهند فهمید. اما بعدا وقتی دیدیم که نه، این زندانی کردن و کشتار و تجاوز و اینا همه سالهای آخر باز شدت گرفت، دیگر این وحدت و این جشن ماهیت خود را گم کرده است. اما انشاءالله وقتی که ملت باز بار دیگر سرجم شد و ملت به هم آمد، این جشن از نو صمیمانه جشن گرفته خواهد شد و ما یکدیگر را تبریک خواهیم کرد. زیرا ببینید، بله معلوم شد که امام علی رحمان صلح نکرده است، امام علی رحمان وحدت نکرده است، اما مردم عادی، مردم منطقه‌های گوناگون تاجیکستان صمیمانه این را قبول کردند و هنوزم بر آن پابرجااند. باید این را تاکید کرد که هنوزم مردم رشت، مردم کلاب، مردم خوجند، مردم سوق، مردم زرافشان، دوشنبه، حصار، وحدت، همه مردم عادی این جشن را قبول کردند، این روز را قبول کردند و با اون پایبند هستند. یگانه کسی که با اون پایبند نیست امام علی رحمان و اون بعضی طرفداران سرسختش است و بنابر همین ما دیگر هیچ ضرورت جشن گرفتن و تبریک کردن را در چنین حالت هیچ معنی ندارد. تشکر. استاد شونایی میفرمایید. خاکو استاد گفتن که وحدت ملی واقعا وحدت ملی بود، چون وقتی که ما نه وارد همین بگیم تاجیکستان شدیم، یک خیلی مناسبت ها در ابتدا بود، ولی این مناسبت ها یک میگه که خم رفتن صیاد بعد قتل مرغان است. این همین بود است. ولی ما هم همیشه خلاصه گیری شد. بله برای که از همین صلحی که اینها امضاش گذاشتند، ولی منم بر این باورم که روز میرسد که این ملت واقعی خواهد شد، البته که بعد دوران امام علی، و این صلح باید جشن میگیرند و این صلح با خودشون یک رمز میگیرند. من یک چیز خیلی کنه هستم، رئیس یادتون باشه اگر سال 2003 یا 4 یک نماینده از کشور انگلیس دفتر آمده بود و با همراه استاد واخری کرده، شما فکر میکنیم بود، بعد ما گفتن که شما چخیل توانستید که در یک مدت کوتاه یک شخصهای دینی با یک مردم دنیوی با هم بیایید با کشور صلح بیارید. ما میخوایم از تجربه شما بیاموزیم، چون فعلا در بریتانیا کبیر ما زیاده از 4 میلیون مسلمان است. یعنی اونها کشورهای پیشرفته غربی از صلح تاجیکستان میخواستن که یک عبرت بگیرن. او برای چی گپ گفت؟ اگر یادتون باشه اون گفت که برای که ممکن است که پگاه شاید ما به همین مشکلات روبرو بشیم. برای که روبرو شد میخوایم که راهی پیشگیری همین رو، یعنی اونی که شما صلح رو به دست آوردید همین را شما بیاموزه. گفته همین خیلی سوالم کرده بودن، یادم هست ها؟ بله یادم هست. یعنی همون شب و روزها بعد صلح بسیار کشورها میخواستند که از تجربه صلح تاجیکان استفاده کنند. واقعا این برای یک ملت دستاورد بود. تو حتی یادم هست که تا 10-15 سال بعد از امضای سازشنامه هم موضوع صلح تاجیکان همچون یک نمونه در سطح جهانی ذکر میشد، استفاده میشد، ولی الان دیگر در این باره
درباره خود امضاشوی میتوان صحبت کرد، اما درباره عاقبت‌ها و نتیجه‌های آنها حرف زدن هیچ معنی ندارد. حتی بعضا وقتی که در یک جای دیگر اگر برآمد هم کردنی شدیم درباره پشتیبانی از صلح تاجیکان و همچون نمونه آوردن، حتما خودی ما را مثال خواهند آورد که شما خودتان چی شدید؟ عاقبتتان چی شد؟ شدید که باز از این را همچون نمونه میارید. یعنی دیگر حتی وقتی که در افغانستان خواستن همین رو تجربه کنن، طالبان گفتن که نه، اون اشتباهی که اپوزیسیون تاجیک کرد ما هیچگاه تکرار نخواهیم کرد و صلح به این شکل را قبول نخواهیم کرد و بالاخره تا آخر ایستادن. خب با اجازه شما من زنده باشید، سلامت باشید استادان. تشکر که وقت پر قیمت خود را دریغ نداشته با ما بودید. سلامت و سربلند باشید. تشکر زیاد به هر دویتان. حالا ما برنامه را با الهام جان دوام میدیم. باشد نباشد شوکت جان، خداوند نگهدارتون باشد. موفق باشید. سلامت باشید. الهام جان یعقوبوف، رهبری اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی در اروپا، بفرمایید. سلام علیکم. فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا از شخصان تصمیمی پیمان ملی تاجیکستان، یکی از قنات پیمان ملی تاجیکستان رهبرش هستند، یعنی رهبری اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی در اروپا. آمدید به برنامه برنامه عزیز. تشکر شوکت جان. امیدوارم که صدای من شنیده شده ایستاده است و صدایتان نهایت خوب است. تشکر. سلام هموطنان و تماشابینان گرامی، واقعا یک برنامه خوب راه اندازی کردید. خیلی که هم استادم گفتن اگر هفته پیشتر از این چندین میزگردها و یا برنامه‌های دیگر میشد درباره نقش صلح اصلا چگونه به وجود آمدن صلح بیشتر از این کارشناسا، محققان و آن شخصانی که در روند صلح و آشتی و این مذاکره هایی که تا سال 97 برگزار شده است میشوندیم و خلاصه گیری میکردیم، خوب میشد. اگر چنده که حالا هم فرصت هست و شاید که شما در همین هفته آینده باید باز یک دو اگر برنامه تشکیل میکردید، چون گفتنی ها خیلی زیاد است به فکرم و شخصیت هایی که حالا زنده هستند که در این روند صلح و سازشنامه و محاربه مجاهد و جنگ و آشتی اینها بودند و خوب میشد که همه آنها رو میشوندیم. اما ما پس از صلح مثلا جوانانی هستیم که در روند تطبیق این صلح، در روند سیاسی شوی کشور، در روند گوناگون حزبی فعالیت‌های سیاسی خود را انجام دادیم و حالا جامعه ما در یک محیط گرفتار است که چقدر که جورج اورل میگه در محیطی که دروغگویی عمومی شده است، حقیقت گفتن افراطگرایی است. اگر من حاضر بگویم که در تاجیکستان صلح نیست، وحدت نیست، این حقیقت است، اما این افراطگرایی خواهد بود برای جامعه تاجیکستان، بخصوص به رژیم آقای رحمانوف. برای همین واقعیت این است اگرچه این بخ رژیم رحمانوف میفورد مقبول است و یا مقبول نیست، ولی حقیقت در جامعه دروغگو هم گفته باید شود و حقیقت این است که صلح نیست. و چرا صلح نیست؟ چرا صلح وجود ندارد، اصلا وجود ندارد، یا وحدت اصلا وجود ندارد؟ به خاطر آنکه اگر وحدت می بود، صلح می بود، ما تا 3 میلیون مهاجر نمی داشتیم. یعنی همین وحدت نبودن، چون نقطه پیشرفت یا نقطه موفقیت یک دولت این در وحدت است. اصلا وحدت خودش یک نقطه، یک علامت یا نقطه بله پیشرفت است. برای همین وقتی که وحدت وجود ندارد، تاجیکستان یا هر جامعه که وحدت ندارد و فقر و ناداری، بیسوادی گرفتار میشد که امروز تاجیکستان من شما گرفتار ناداری است، گرفتار فقر است، گرفتار است که تنها مهاجر استحصال میکند با هم مهاجر سیاه و ما بیش از 3 میلیون مهاجر داریم که این واقعا نشانداد این است که ما وحدت و صلح نداریم. ما یک از ضعیفترین کشور در آسیا یا آسیا و حتی در جهان هستیم که
این نشان دادی اون است که ما وحدت نداریم. یعنی اگر واقعا بار دیگر وحدت اگر می بود، ما یک از کشورهای بهترین و نشان دادی بهترین در معاش، در زندگی، در همه نقطه های زندگی یا نقطه های جامعه داری نشان داده می توانستیم. ببینید که تاجیکستان وقتی که سازشنامه صلح را بست، حالا ما اینجا گفتن استاد کبیری، استاد شاهنعیم، ایشانی عبدالستار برادرای ما گفتند درباره صلح، ولی ببینید که وقتی که سازشنامه صلح بسته شد، جامعه جهانی تاجیکان را، ملت تاجیک را همچون یک صلح دوست، وطن دوست، یک تاجیک را وحدت آور، صلح آور شناخت. یعنی تاجیک هم ردیف صلح و وحدت شد. این شاید 5 سال، شاید 10 سال، چون که در همین آخری برنامه یکی آخری گفت استاد و استاد شاهنعیم هم گفتن که از کشورهای غرب و شرق برای آموختن صلح تاجیکان می آمدند و یک نمونه خوب بود و ملت تاجیک را صلح دوست معرفی میکردند. اما ببینید که در این 15 سال یا 20 سال اخیر تاجیک همردیف چی شده است؟ تاجیک میگوید مهاجر، تاجیک میگوید همردیف مواد مخدر، تاجیک میگوید همردیف امروز اکستریمیسم و تروریسم شده است. درست؟ یعنی که هم تاجیک همردیف اکستریمیسم و تروریسم شده. ایرا کی کرد؟ اگر وحدت می بود، اگر صلح می بود، آوازتان آواز ندارید. آواز شما یعنی میگم که از صلح‌آور و صلحجوی و وحدت آفر به اکستریمیست و تروریست و وحشت افکن تاجیک تبدیل. بله، مقابل این صلح و وحدت شدیم. وقتی که واقعا این صلح ما با همین کمبودی‌هایش، با تمام مشکل‌هایش واقعا ملت رو خوب معرفی کردیم. بگذار حکومت باشد، بگذار اتحاد نیروی اپوزیسیون تاجیک باشد، خود ملت تاجیک خودش را خوب معرفی کرد و این یک دستاورد خوب بود و این باید همین طوری که میخواست قربان منصب و قربان کرسی رهبر و اینها وزارت ها نباید باشد، ولی که این خیلی شد. ولی ببینید امروز تاجیک خیلی گفتم قربان اینها شد و امروز تاجیک معرفیگر و یا همردیف مهاجر، نشه مواد مخدر، اکستریمیسم، تروریسم شده است و امروز هم حتی منفعت دار است که با همین نام تاجیک باقی بماند و واقعا این خیلی دردآور است و همین نشان داده آن است که امروز در تاجیکستان من شما وحدت و صلح وجود ندارد. این یک نقطه. و نقطه دیگر این است که برادر عزیز، ما دشمنی حکومت به صلح و وحدت این است که ما یک حادثه که خودم اشتراکچی این حادثه بودم و شما هم اشتراکچی این حادثه بودید. این سال 2014 بود. ما 17 سالگی وحدت ملی رو در شهر خوجند روز 17 و 18 ایون سال 2014 در بنای نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خوجند برگزار کردنی بودیم و وقتی که دعوتنامه ها رو به حکومت ولایت سوخت، به سازمان های بین الملل، به نماینده مجلس نمایندگانی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، به تمام مهمانا دعوت کردیم و تقریبا ما اشتراکداران این کنفرانس ما بیش از 1000 نفر بود با اعضای نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه سوخت. باور کنید تا اون روزی که این دعوتنامه رو نفرستاده بودیم، چون من راهبر نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت بودم و با همون وقتی که دعوتنامه هفته قبل از برگزاری کنفرانس حکومت ولایت سوخت گرفت، از همون روز آغاز کردند برای تخریب کردن بنای نهضت اسلامی تاجیکستان و چنان کردند که روز وحدت ملی، روزی که باید کنفرانس برگزار شود، درباره صلح در اونجا صحبت میشد، درباره وحدت صحبت میشد و نهضت اسلامی تاجیکستان اون روز بسته نبود. سال 2015 نهضت اسلامی تاجیکستان بس شد، یعنی که قانونی بود و یگان معیار و یگان شکل دولتداری رو ویران نکرده بود. یاد بیان اگر چندی که خیلی ضربه ها رو خورده ایستاده بود، خیلی بدنام کنی ها در تلویزیون های دولتی و غیر دولتی نمایش میداد، در واسطه اخبار عامه، در گازت و ژورنال ها درباره نهضت اسلامی تاجیکستان خیلی می نوشتند. ولی ببینید که یک خیانت
رژیم رحمانوف یا حکومت جمهوری تاجیکستان ببینید که روز وحدت ملی تاجیکستان در 17 سالگیش بنای نهضت اسلامی تاجیکستان که یک طرفی صلح است، یک طرفی سازشنامه صلح است، در بین مهمانان، در بین سازمان‌های بین الملل برآمدند. خود نمایندگان حکومت جمهوری ولایت سوخت با حتی کارمندان حکومت ولایت سوخت، چون چند کارگرها رو آوردن از مردکار بازار، اونا گفتن که ما این کار رو انجام نمیتید. بگه یک آدم، یک انسانی عادی، یک مردکار نتوانست که بنای نهضت اسلامی تاجیکستان رو ویران کند در روز وحدت، اگرچه این جنایت است، ما این کار رو انجام نمیتیم، ولی این جنایت رو کارمندان حکومت ولایت سوخت در روز وحدت ملی برآمدند. بله این نوارها هست، بله این نوارها هست، این عکس‌ها هست، برآمدن شیفت بوم نهضت اسلامی تاجیکستان در روز وحدت ویران کردند و نشان دادن که ما دشمن وحدت و صلح هستیم. ما با آنهایی که با ما دست دادند و صلح کردند، ما نه تنها جان شما رو، ما تمام شما رو، بناهای شما رو، خانه های شما رو، جانهای شما رو نابود خواهیم کرد. این بود یک پیامی که سال 2014 یک پیام سخت برای ملت و اون مبارزان صلح و وحدت داده بودند و از همین شاید من از همون روز قرار کردم که واقعا اگرچه من ذره به این وحدت صلح باور داشتم و همون ذره هم سال 2014 از بین رفت و من قرار کردم که واقعا این حکومت جمهوری تاجیکستان با همین سیاستش، با همین تیمش هیچگاه صلح و وحدت رو نمیخواهد و تا اون روزی که این حکومت هست وحدت و صلح در تاجیکستان جاری و باقی نخواهد ماند. تشکر. چی باید کرد؟ وحدت وجود ندارد، صلح وجود ندارد، تمام اینها همه برهم خوردن. حتی جانبی حکومت هم امروز خودش یعنی وحدت را بدون گرفتن نام کسانی که با آنها دست داده است جشن میگیرد. یعنی نمیگوید که من به شخص تاریخی استاد سید عبدالله نوری دست داده بودم. امانوئل رحمان این را ذکر نمیکند، در حکومت این را ذکر نمیکنند، در جشن ها این ذکر نمیشود که امانوئل رحمان دست صلح را به کی داده بود. از این میبرد که او خودش به خودش صلح کردگی است، هیچ کس در جانبش در مقابلش وجود نداشت و حالا همین خیل ذکر میشود تاریخ صلح. من از شما پرسیدنیم که به نظر شما حالا برای تامین وحدت حقیقی ملی، برای تامین یعنی آسایشتگی حقیقی در تاجیکستان چی باید کرد؟ باید مبارزه برد برای آزادی، برای عدالت در این کشورهایی که واقعا ضد این ارزش ها است. باید مبارزه برد. واقعا این مبارزه که شما امروز میبریم به خاطر همین وحدت است، به خاطر صلح است، برای آزادی است، عدالت است. این صلح، این عدالت است. وقتی شما برای عدالت مبارزه میبرید یعنی برای صلح مبارزه میبرید. صلحی که عدالت وجود ندارد، صلح هم وجود ندارد. یعنی که ما باید مبارزه بریم، مبارزه سلاحی، مبارزه نظامی، هر مبارزه که قانون معین کرده است و شکل آن را معین کرده است به خاطر آزادی خود. ببینید اوکراینسا یا همین مردمی که امروز با روسیه جنگ می‌دارند به خاطر جنگ می‌کنند، به خاطر آزادیشان، به خاطر استقلالیتشان، به خاطر تمامیت ارضیشان. یعنی امروز می‌بینید که زمین ما رو می‌فروشند. یعنی گفتنی هست که چرا برای اینها ممکن بود است برای ما نه؟ آخر برای یعنی اینجا فرق می‌کند. من برای همین به شما سوال دادم، چیزی که صرفم نمیروم و دونستم میخوام سوال دادم. به اوکراین روسیه هجوم کرد، یک کشور دیگر هجوم کرد. حالا به تاجیکستان هر کشوری که هجوم میکند من میرم در پهلوی امامعلی رحمان میستم، در پهلوی حکومت میستم. فرق ندارد به من که او امامعلی رحمان دیکتاتور است، کسی است که چیزی هست، یک خارجی به امامعلی رحمان نه به وطن من مثلا هجوم میکند. ولی برای همین من وقتی که از خارجه، از افغانستان است، از قرقیزستان است، از هر کشور دیگر هست، همه رو میپرتم، همه مخالفت هم با امامعلی رحمان رو میپرتم، میروم در پهلوی امامعلی رحمان میستم، چون که او وطن تنها امامعلی رحمان نیست. از خارجه فقط به امامعلی رحمان هجوم نشده است، به وطن من هجوم شده است. این چیز دیگر، این چیز دیگر است.
این شما که میگوید میبخشید، این یک چیز دیگر است که این غصب مثلا دولت و کشوری ما است. شما برای استقلالیت ارزی، تمامیت ارزی کشور شما مبارزه میرید با در پهلوی همون نفرایی که در تاجیکستان هست، بگذار رحمانوف هست، یک کسی دیگر هست. همه ما میریم که کشور خودمان را از یک کشور غاصب امروز دفاع کنیم. این یک حرف دیگر است. ولی امروز غاصب کی است؟ امروز غاصب کی است؟ امروز غاصب تاجیک است. مثلا غاصب شما نگاه کنید، شما حالا درباره همین چیزها روشن شود که بسیار نفهمیده به هر چیز مثلا گریم به یگان نفهمی غوطه میخوریم. شما نگاه کنید درباره صدا هم گفته گذاشتید، مسلح شدن هم گفته گذاشتید. اینجا گفتید که همین چیزها با بروحی مشروع قانونی باشد. یعنی همین چیز مشروع قانونی می شود. مثلا برای چی نگاه کنید، هر شکل مبارزه قانون معین کرده است. امروز ما چه کارهای دیپلماتی میبریم، چه کارهای حقوقی میبریم، چه کارهای واسطه اخبار عامه میبریم، در یک شکل چارچوبی بین المللی معین شده است و کارهای نظامی هم با یک شکل حقوقی آن را آماده شده است. نگاه کنید امروز بین روسیه و اوکراین جنگ است. آیا در یک شکل قانونی کرده شده است؟ یعنی به معنای چی هستین؟ یعنی یک ملت یک شهروند، یعنی وقتی که غاصب وقتی که تهدید میکند ملت شما رو میخواد که بگیرد، شما حقوق پیدا میکنید که آن رو مثلا دفاع کنید. یعنی که علاقه حقوقا شما علاقه دفاع میکنید. یعنی این معلوم نیست که شما با یک شرطنامه بندید یا در یک قانون معین کرده شده باشد که شما حتما در یک قانون باشد که باید حتما ملت و وطن خودتان رو دفاع کنید از یک غاصب. برای همین اینجا علاقه شکل شما قانون هر چیز اجازت میدهد که شما ملت و دولت خودتان رو حمایت کنید. من این رو میخوام بگویم، یعنی نظامی یا ترتیبی این جواب زنید. بله شما یعنی وقتی که نگاه کنید، حالا من شخصا رژیم رحمانوف رو یک غاصب حساب میکنم. غاصبی که امروز خودش هم گفته است که تاجیکستان از من است. یک غاصب است که امروز صلح را از بین بود، وحدت را از بین بود، حقوق را از بین بود، حمایت مردم را کرده نمیتواند، مهاجران را حمایت کرده نمیتواند. یک غاصب است و علاقه شما حقوق پیدا میکنید. اینه که شکلی شما حقوق پیدا میکنید که مردم خودتان را از دست این غاصب حمایت کنید با هر شکلی که نباشد. دیگر هیچ کس برای شما مانع نمیشود با هر شکلی که. امروز برای چی وقتی که ما باز هم میگم، برای چی وقتی که اوکراینسا میتواند که کشور خودش را دفاع کند یا افغان ها میتواند که کشور خودش را دفاع کند، یعنی که اگر حقوق پیدا کرده است اینجا حقوق برای شما، یعنی که حق و حقوق شما است که شما با هر شکلی که میتوانید دولت خودتان را حمایت کنید. میگذار همین جبهه ملی افغانستان، بله، مگر یگان کار غیر قانونی کرده شده است، یگان کار غیر قانونی کرده شده است. من این را کار غیر قانونی حساب نخواهم کرد، به خاطر آنکه او میخواهد که دولت و ملت خودش را حمایت کند از دست یک غاصب، از دستی که گرفته است با سلاح کشور او را. من این را میخواستم بگویم. شوکت جان، بله من شما رو شنیدم. حالا همین مثلا برای چی به طالبان اجازت بوده است مثلا بیاین حکومت را با زور سلاح بگیرن و دیگر کشورهای مترقی مثلا متمدن از جمله روسیه و خطای اینها او را به رسمیت بشناسند و دیگر کشورها هم حالا در فکر این هستند که با کدام معیارها باید طالبان را به رسمیت بشناخت، اما باید کدام معیارها را براه ماند که طالبان به رسمیت شناخته شوند. این گونه فکرها در نظر کشورها رفته شده است، از جمله اروپا هم این چی را فکر کرده شده است. حالا به رسمیت نشناخته است، لیکن این خیلی فکرها در چیهای
کارشناسی چیها رفته ایستاده سیاسی الکی بعضی کشورهای دیگر به رسمیت شناختن، حتی از کشورهای آسیای میانگی ازبکستان یعنی دفتر چیش رو دو دفتر سفارتشون رو به اختیارشون گذاشت. اما من همین رو گفتنی هستم که چرا یک فرمت به اونها اجازت بوده است بله اما به ما اجازت نبوده است. بله این کسی برای شما اجازت نمیتید. همین رو خواستم میگفت، یعنی که هست که این حق و حقوق شما است که در چارچوب قانون معین شده است. یعنی وقتی که شما میخواید ملت خودتون رو از دست یک غاصب حمایت بکنید، امروز روی راست مثلا ما گفته ایستادیم که همین رژیم رحمانov واقعا غاصب است. سود رو دزدید، گرفت، وحدت رو از بین برد، درست؟ ملت رو غارت کرده میستد، ملت رو به فقر و نادانی رسانید. یک کاری غاصب همین است، از این دیگر زیاد نمی شود. این کاری که کرده ایستاده است از غاصب هم بالاتر است و چگونه شما باید با این غاصب معامله کنید؟ فقط مبارزه به هر شکلی که ما میگوییم، شکلی که معین کرد. شما با طریق سیاست میخواهید مرحمت، با طریق نظامی میخواهید مرحمت. یعنی این شکل برای شما، برای یک ملتی که در رنج و درد هست، این معلوم است و این حق شما است. این در فرانسه هم در وقت انقلاب فرانسه سال 1789 شد، مردم خستند با سلاح و با هر شکلی که توانستند اون امپراتوری یعنی شاه رو مثلا از بین برند و یک رسپوبلیک اولی فرانسه رو به وجود بیارند. در این در تاریخ، سلسله تاریخ، خیلی این کارها و مبارزه انجام شده است که یک شکلی با هر شکلی توانستند که غاصب رو، چه این غاصب خارجی است یا غاصب داخلی است، این رو از کشور خود دور انداختند و الکی ملت تاجیک حق پیدا کرده است که با هر شکلی که میتواند غاصب داخل خود را از بین برد. برای همین برای ملت تاجیک گفته ایستادم با هر شکلی که میتواند مبارزه. امروز ما و شما در مبارزه سیاسی هستیم. در همین اگر ما فکر کنیم و اندیشه کنیم که همین راهی ما میتواند که به سوی آن طرف، به سوی موفقیت برد، در همین شکل ما باید مبارزه خود را انجام دهیم. چه که شنید که شما سوال دادید که صلح نیست، وحدت نیست، چی باید کنیم؟ مثلا که در تاجیکستان امن باشد، آرامی باشد، صلح باشد، وحدت باشد، باید یگانه راه ما این راه مبارزه است. یعنی مبارزه که با هر شکلی که ما میتوانیم. ببینید همینجا امام علی رحمان یعنی حکومت تاجیکستان جبهه مقاومت ملی افغانستان را دستگیری میکند، با آنها جای میدهد، با آنها مثلا گریم از حکومت طالبان طلب میکند که یک حکومت همه شمول سازد و در حکومت یعنی همه نمایندگان همه قشرهای جامعه وجود داشتگی باشند. از طالبان طلب میکند جبهه مقاومت ملی افغانستان را دستگیری میکند و جبهه مقاومت ملی افغانستان در مثلا گریم در این نظر است که باید با طالبان یعنی با زور سلاح و یعنی چیهای جنگی یعنی مبارزه برد. حالا یعنی به این خلاصه رسیدگی هستن که یگان گفته شنید با طالبان نتیجه نمیدهد. این را حکومت جمهوری تاجیکستان جانبداری میکند، آنها را در تاجیکستان راه میدهد، آنهایی که مثال گریم با طالبان سر به سر شدنیان، جنگیدنیان، جنگ کرده هم ایستادن، مثلا گریم زد و خردخواه هم دارن، با آنها راه میدهد. یعنی باید آنها هرچی هم باشد بر ضد طالبان بجنگند و عموما قدرت را به دست بگیرند. با آنها حق هست، وجود دارد. در تاجیکستان حکومت عائله شمول شدگی است. حالا در حکومت طالبان مثلا گریم تاجیکان هست، پشتوها هست، دیگه هزاره ها هستند، دیگران هستند و یگان نفر حالی از کسانی که در حکومت طالبان هستند بچه‌ش، فرزندش، نبیرش به سر قدرت نآورده است و در تاجیکستان باشد حکومت از همه شمول نه، اقلا مثلا گریم یک محل شمول نه، عائله شمول شده است. بله عائله شمول شده است
تو به این حالت آماده رسیدگی است، یعنی به غیر از اویله دیگر هیچ کس به سری قدرت حق ندارد. تو این حالت اومده رسیدگی است از طالبان این چیز تقاضا دارد و حتی طرفدار جبهه مقاومت ملی افغانستان است که بر ضد طالبان بجنگند، خون بریزند و دولت رو بگیرند. اما همین چیز یعنی همین فکر رو در کل جامعه جو کرده است که شما تنجی امانی آسایشتگی نمیخواهید، شما صلح یعنی تنجی نمیخواهید، شما باز جنگ خونریزی میخواهید. فقط به مردم این سوال رو میدهد، یعنی این سوال رو میدهد که یعنی شما اگر جیم نایستید، به همین ظلم سیستم من آروم نایستید، به همین اویل شمول کردن من، یعنی تمام دزدی های من، غارت های من شما آروم نایستید، یعنی شما جنگ میخواهید، یعنی خون شما ریزانیده میشود. یعنی همین خیلی بشارت است. یعنی شما تنجی امانی آسایشتگی نمیخواهید، شما میخواهید باز جنگ شود. گفته سوال دادن یک رهبر حکومت یا که یک نماینده حکومتی شما باز جنگ میخواهید، گفته سوال دادنش مضمونی چی رو دارد؟ یعنی این مضمون کردی من باید تو میجنگم، من تو رو میکشم، گفتنی گپ است. یعنی ملت مردم همین چیز رو مثلا شما درک کنید که یعنی حکومت وقتی که همین سوال رو میدهد شما جنگ میخواهید، باز نوتنجی میخواهید. این مضمونش همین است که یعنی شما اگر یگان دعوا کنید من شما رو میکشم، من بر ضد شما جنگ میکنم. مگر همین مضمون ندارد؟ بله همین مضمون دارد، حتی دعوت به جنگ دارد. من شخصا همین من کردن شده است، حتی من کردن حجاب و سطر و ریش و نمیدونم لباس های ارزش های فرهنگی تاجیکی اسلامی ما، یعنی به معنای به جنگ دعوت کردن است. من همین چیزا همین خیلی میفهمم. و امروز وقتی که با جنگ میترسوند، با خون میترسوند، اگرچنده که امروز مردم ما نه از خون میترسد الحمدلله، نه از جنگ ترسیده است. و این تجربه ها اصلا تجربه 20 ساله 50 ساله وقتی که شما میبینیم، حتی همین طالبان خیلی که شما در اینجا حال طالبان رو بگفتید، راضی نشد که با همون حکومت اشرف غنی بود، حکومت اشرف غنی که صلح کند، بسیار دعوت به صلح بود در قطر، در دیگر کشورها، یعنی که علم میخواستند که مثلا با طالبان و با این اشرف غنی صلح شود. طالبان صلح را مثلا چی یعنی که قبول نداشت، گفت ما دولت رو حکومت رو میگیریم و آمدن گرفتن با سلاح خودشان. چون در چند جایی که من خواندم دیدم همیشه این مبارزه ها یک مبارزه های نظامی شده است و مبارزه هایی که با همین سازشنامه تاجیکی اگر حل فصل شده است همیشه یک طرف جبر دیده و یک طرف مغلوب شده است. حتی همین سازشنامه که من 30% و 70%، من واقعا وقتی که کمتر همین روز فکر کردم، واقعا وقتی که یک سازشنامه میشد بعد یک طرف 30% داده میشه، یک طرف 70% میگیرد، همون 70% الکی خودش رو غالب حساب کرده است. اون روز اول حکومت جمهوری تاجیکستان خودش رو غالب میدانست، چون وقتی که سازشنامه میشد اقلا سازشنامه باید برابر باشد. وقتی که سازشنامه نمیدونم شما تمام سازشنامه‌ای که جنگ اول، جنگ دوم، همین سازشنامه ورسال رو اگر ببینید بعد از جنگ یکم جهان، اونهایی که غلبه کردن بسیار مثلا کشورها دولت‌ها رو مثلا یعنی که زمین‌ها رو بیشتر گرفتن، یعنی که اینا غالب بودن. 70% اگر بگیرید همین 70% زمین‌های مثلا جنگ اول جهان همون ونگری و استریا و گرمانیا رو گرفتند و باقی مانده کمترش رو برای این کشورها دادن. یعنی من با این گفتن میخوام که وقتی که همین سازشنامه تاجیکستان رو میبینیم 70% برای حکومت و 30% برای یک طرف دیگر، الکی خودش همین چیزی مغلوبیت نشان میدهد که برای مغلوب شدن کم است. وقتی که شما قوتون برابر است و شما صلح میکنید باید حتما برابر شد. ولی این گذشته به خاطر شاید که به خاطر صلح، به خاطر وحدت، به خاطر میلیون ها نفری که در افغانستان بودند به تاجیکستان برگرداندن بود که شاید اتحاد نیروی اپوزیسیون تاجیک به همین هم راضی شد و این صلح و سازش بسته شد. ولی خیلی که دیدید طالب
گروه طالب هیچگاه راضی نشد، آمد تا آخر مبارزه خود را برد. این غاصب را گویا که یا اون ناخلف را با حرف خودشان از کشورشان دور کرد و امروز حکومت میراند و حکومت بد هم نیست. امروز معاش معلم، دکتر این رسمی است، در افغانستان از تاجیکستان بالاتر است، زندگی در آنجا بهتر است. باور کنید و ببینید برق در افغانستان برق است، در زمستان، در تابستان، در بهار در افغانستان برق است و اینها مثلا زندگی بابای برخ تاجیکستان. حالا من یک چیز دیگر به ذهنم آمد، نگاه کنید در همین روند صلح، در همون راوند های مذاکرات، یکم راوند، دوم راوند، مثلا سوم، 8 راوند مذاکره که گذشت، در اکثریتش منجی یعنی میانه رو سازمان ملل متحد بود. بله سازمان ملل متحد بود. در امضای سازشنامه صلح هم سازمان ملل متحد اشتراک داشت و بعید نیست که یک نسخه قراری سازشنامه استقرار صلح تاجیکان در دست یا که در ارشیو بایگانی سازمان ملل متحد باشد. حالا یک چیزی عجایب، همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک حزب مثلا گره در دستش همین روز یک نسخه سازشنامه صلح رو ندارد. در دستش یک نسخه سازشنامه صلح رو ندارد و به فکرم که جانب مقابل هم یعنی جانب حکومت هم در دست همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نبودنی یا دارد و در دست کی ها باشد هیچ کس نمیدونه. در دست کی هست؟ مثلا گریم در خانه استاد سید عبدالله نوری هست، در دست فرزندانشون است، در دست یگان شخصای باورناکشون است. همین سازشنامه یعنی همون استقرار صلح تاجیکان که 27 یونیو سال 1997 امضا شدگی است وجود ندارد. حالا حکومت همین رو نشر نمیکند که ملت بداند که در اونجا چی گفته شدگی است. من فکرم همین است که حالا من با رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا این چیز به پیمان ملی تاجیکستان شاید دخل نداشتگی باشد چون که پیمان ملی تاجیکستان یک سازمانی بعداً شکل گرفته است، لیکن حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همینجا هست. من فکر میکنم به سازمان ملل متحد مراجعت کرده شود که نسخه آن گرفته شود و نشر شود که در اونجا مثلا در سازشنامه استقرار صلح چی ها گفته شده است. در اونجا بعضی ها ذکر میکنند، یادآور میشوند که در اونجا نفرین خوانده شده است، بس کسانی که نفرین خدا، نفرین مثلا خلق خدا، لعنت خدا بود که مثال همین ضد همین سازشنامه کار میکنند و از همین گذشته ها یادآور میشن. حالا از گذشته ها یادآور شده چقدر انسان ها رو اینها مثلا گریم برده پشت پنجره زندان کرده ایستادند، سال فلان فلانچی این خیل کرده است، سال بسمدان این فلانچی این خیل کرده است. حالا که خود امام علی رحمان در یک سخنرانیش گفتگی بود که من استاد سید عبدالله نوری دامولا به همین قرار آمدیم که دیگه گذشته را ورق نذاریم، آینده را بسازیم. گفته همین خیلی گپ زدگی است. این فقط مخالفی همین گپش کلا شخصانی تکنیکی خواهش میکنم وقتی که در شبکه‌های اجتماعی همین سخنی ما رو پهن میکنید همین گپی امام علی رحمان هم همراه کنید. در یادتان باشد امام علی رحمان گفت که من سید عبدالله نوری به این خلاصه به این نتیجه رسیدیم که دیگه گذشته رو ورق نمیزنیم، آینده سازی میکنیم. حالا باشد فقط گذشته ورق میزند، درباره آینده یگان فکر ندارد. ببینید رحمانوف اگر واقعا همین صلح تاجیکان رو میخواست که یعنی که نشان دهد که یک سازشنامه و صلح تاجیکان بهترین صلح است، بهترین سازشنامه است، در این 27 سال ده ها کنفرانس ها نمیدونم فورم ها برگزار میکرد. اون شرم دارد از این صلحی که کرده است. باور کنید من همین خیلی فکر میکنم که 10 سال اخیر فقط همون روز وحدت
یک سخنرانی میکند، سخنرانی خود تعریف کنی، سخن کنی، مثلا غالبیت خود یا مثلا نفع زدن یک طرف دیگر و به جنایتکار بودن یک طرف دیگر، همین که خاتمه میبخشد روز وحدت تمام. یعنی که مصری اگر واقعا این برای خودش همین سازشنامه صلح و این یک ارزش می بود، یک مقدسات می بود، واقعا یک معرفی کردن ملت می بود، این مثلا ماها پیش از روز وحدت فوروم، کنفرانس، نشست ها، میز گرد ها تشکیل میکرد و این رو سازشنامه و صلح تاجیکان رو، وحدت تاجیکان رو چیکار میکرد؟ معرفی میکرد و این رو در تمام تلویزیون نشان میداد. ولی این کار نمیکند به خاطر آنکه خودش میداند که واقعا خیانت کرده است، خیانت او معلوم میشود. اگر سازشنامه رو خیلی که شما گفتید نشر رو پهن کند، شرمنده خواهد شد، دروغ او معین خواهد شد. یا به همین کشورهایی که هر وقتی که کانفلیکت می شود یا جنگ می شود، حتی به طالبان و به این چی میکند که شما باید در یک میز مدور شینید، بین جنگ و نزاع خود رو در میز در کارهای دیپلماتی انجام دادید. هیچ نگفته است که با صلح تاجیکان، با تجربه صلح تاجیکان شما نزاع خود رو چیکار کنید؟ حل و فصل کنید. هیچگاه رحمانوف در هیچ جا نگفته است، چون نمیتواند گفته. واقعا سازشنامه ما، صلح ما خیلی گفتن یک ایده خوب بود، یک کار خوب بود، ولی در تطبیق عملی صلح و وحدت ملی تاجیکستان ما به هیچ جا نرسیدیم و به همین خاطر رحمانوف او رو معرفی کردن هم نمیخواهد و سازشنامه صلح تاجیکان رو هیچ وقت اجازه نخواهد داد که اون در واسطه اخبار عامه نشر و پخش شود. و شما خیلی هم درست هم گفتید و اگر ما که یافتیم و شاید که به سازمان بین المللی، به خصوص سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا هم که در این نشست و مذاکرات اشتراک میکرد و حتی سازمان کنفرانس اسلامی هم، سه سازمان بین المللی با نفوذ در این روند مذاکرات صلح اشتراک کرده است و آنها این سازشنامه را دارد. و اگر چنین که ما پیدا کردیم، انشالله امیدوارم که در رسانه‌های خود و در رسانه‌های مخالفین این نشر و پهن خواهد شد و مردم از آن آگاهی پیدا خواهد کرد که واقعا در این سازشنامه صلح چی نوشته شده است. و دیگر سازشنامه‌ای که مثلا سازشنامه جنگ اول، سازشنامه جنگ دوم، سازشنامه دیگر سازشنامه هایی که هست در دنیا، همش شما از اینترنت، از گوگل، از نمیدونم ویکی‌پدیا یافته میتوانید آن رو، ولی درباره سازشنامه صلح تاجیکان از هیچ جا آن رو پیدا کرده نمیتوانید. و واقعا اگر این رو پیدا کردید نشر و پخش کنید. در شروع در 16 شورای عالی یک گپ کلیدی، یک گپ تاریخی امام علی رحمان گفتگی بود، وای هم در رسانه ها نمیومد. چی گفتگی بود میدونی؟ خوب یادم بیارید. من یک برادری تراکتوریست دارم، تا عاقبت تراکتورچی میموند گفته بود. همین گپش مثلا گپ تاریخی بود، اما او برادرش تراکتورچی نموند، برادرش منصب فروش شد. او برادرش مثلا مرده رفت، دیگه در این باره گپ نزنیم. مثلا گریم در باره مردگان که خودشون حفظ کرده، محافظت کرده، نمیتونن گپی بعد نزنیم. لیکن او برادرش انیخش همین است که همون گپ امام علی رحمان تراکتورچی بود، تراکتورچی میموند نشد. یگان برعکس فرزندو کلان شده، آهسته آهسته از همون کمتر عقلشون شناسان خودشون در داخل حکومت دیدن. اکنون چرا این حکومت نمیتواند دیگر به مردم خدمتگزار باشد؟ من همینجا یک فکرم میگم، بعد بعضی از نظرهای شما میپرسیم، با همین برنامه امروز رو به آخر میرسونیم. دوستان عزیز، فرزندان امام علی رحمان مردم رو ندیدند، با مردم یک ساعت نبودند، در زیر محافظت محافظان، در اطرافشون محافظ، در مکتب محافظ، در خانه محافظ، در کوچه محافظ، از مردم محافظت میکنن، در بلندترین حالت زندگی، در بالاترین شرایط زندگی اونها روز گذرانده آمدگی هستند. نه برای خواندنشان مهنت کردگی هستند، نه برای مثلا گریم یک
کاری علمی بردنشان مهنت کردگی هستند، نه برای بهاگیری مهنت کردگی هستند، نه یگان کار کورسی اقلا نویستگی نبودگی است. یگان تاش یگان تامی فرزندایی که امام علی رحمان شاید نه حتی سواد مکتبی میونه نداشتگی بودگی هستند و به خاطر پدرشان امروز حتی اکثریت 90% اهالی جمهوری تاجیکستان بر این است که اگر یگان کار شده، یگان دیگرگونی در تاجیکستان شده نماند، پسرش رستم امام علی پرزیدنت تاجیکستان می شود، یعنی میراث از پدر میگیرد. یعنی همین چیز در ذهن مردم آمدنش، خود همین مضمونش اون است که در تاجیکستان یگان انتخابات قدر قیمت ندارد، یگان دموکرات قدر قیمت ندارد، یگان کادرهایی که در تاجیکستان به میان میبیایند اونها خواندنشان، مهنت کردنشان به سطح خودشان را بالا برداشتن تا به درجه پرزیدنتی رسیدن، این خیلی یگان شهروند تاجیکستان این خیلی امید و آرزو را در سرش پروریدن از بین برده می شود و همین مثال های عادی بس است که بگوییم در تاجیکستان یگان پیشروی نمی شود. فرض کردیم همین رستم امام علی آمد. رستم امام علی یعنی کی؟ یعنی نفری که یگان مشکلی در حیاتش ندیده است، یگان کتاب را ورق نزده است، برای مثال یگان دانشگاه رو ختم نکرده است، دانشگاه ختم نکرده معلومات عالی دارد، یگان ساعت در خدمت حربی در نظام نبوده، مثلا گریم گنرال است. همین نفری تیارخور میآید به سر قدرت، چی میشود بعد؟ با همین ملت رو به همین آدم باور کردنی، ملت رو به همین نفری که پدرش میگه تو گوشنه نیستی، و تاکید میکند که این گوشنه نیست. تو گوشنه نیستی گفتنی گپ چی گپ است؟ یعنی در گرد و اطرافی تو گوشنه ها بسیارن، همین تو هستی که گوشنه نیستی گفتنی گپ است. یعنی مردم رو به گوشنگی طعنه میزند، همه گوشنه هستند و همه گوشنه هستند، تو گوشنه نیستی. کشور رو به همین نفر باور میکنیم ما، یعنی با همین ما ملت میسازیم، با همین ما وطن میسازیم، با همین افعال. نگرانی ما از این جهت است و برای همین ما نمیخواهیم که همین حتی یک روز از هم من بعد امام علی رحمان در سر قدرت باشد، نه اینکه فرزندان گرد اطرافش. چونکه امام علی رحمان هرچند باشد کلخوز دیدگی از یک با بیچاره مثلا گریم با کلخوزچی کار کردگی است، به او برگادیر شدگی است، تابلچی شدگی است، رئیس شدگی است، یک چیز دیدگی است. امام علی رحمان یک وزنینی دیدگی است. این گرده این بچه‌ها چی دیدگی هستند؟ هیچ چی دیدگی نیستن. نه علم دیدگی هستن، نه مکتب دیدگی هستن، نه دانشگاه دیدگی هستن، نه نظام دیدگی هستن، یگان چیز دیدگی نیستن. بله شما درست گفتید. من به یگان شک، به یگان تردید همیشه یک جمله رو مثلا میگویم و به همین 100% نه میلیون فایز باور دارم و مثل من شاید میلیون های دیگر هم باور داشته است تا امروزه. یعنی که تا همین روزه که تا همون وقتی که همین عائله غاصب، همین عائله امام علی رحمانوف در تاجیکستان حکومتدار و حکمران میماند، در تاجیکستان هیچ وقت پیشروی، نه پیشروی سیاسی نه پیشروی اقتصادی، زندگی مردم بهبود پیدا نخواهد کرد. برعکس شما دیده ایستادید، من دیده ایستادم که همیشه زندگی مردم به پستی روان است. مهاجر 2 میلیون بود 3 میلیون شد. جای کار مثلا برای 100,000 نبود، برای امروز 500,000 نیست. معاش برای 3 خالطه آرد میرسید، امروز برای 2 خالطه آرد رسید. نرخی مثلا آرد 150 سوم بود، مثلا 200 سوم شد. یعنی زندگی مردم با همین حکومت، با همین رژیم رحمان، با همین عائله بهبود نخواهد یافت. این انیق است برای مردم و ملت من. درود بر با افغانستان اشاره میکردن، امروز سطح معاش در افغانستان از تاجیکستان بلند. بله، سطح زندگی مردم از افغانستان از تاجیکستان بالا است. سطح زندگی همسایه های ما در همین عزپیل امروز نشر شد. یعنی معاش افغان های جنگ زده در دست طالبان از تاجیکستان، معاش سطح میانه از تاجیکستان بلند.
بله نگاه کنید علم افغانای مثلا در سوادآموزی سوادناکی ملت افغان بالا است در همین عهد طالبان در دیگر عهدها برق دارد زندگی خوب دارد معاش بلند دارد اما قرقیزستان ازبکستان همش از همون همسایه ها اگر ما بگیریم زندگی مردم بهتر از زندگی مردم اون کشورهای همسایه ما ولی یگانه مثلا سبب کفاروی ما سبب پسرفتی ما وحدت نبودن ما صلح در بین تاجیکان نبودن این همین سببگارش عائله رحمانوف است باید این رو هر یک کس بداند در آن جایی که ما میگوییم که تا مردمی که آگاهی پیدا نکند پیشرفت نخواهد شد وقتی که مردم با فقر و ناداری و بی‌پولی زندگی دارد آگاهی مردم پیدا نخواهد وقتی که مردم کدام وقت پیشرفت میکند مردم آگاه مردم باسواد مردم ناترس وقتی که حکومت تاجیکستان چیکار کرده ایستاده است عائله رحمانوف مردم رو بی‌سواد کرده ایستاده است مردم رو فقر و نادار کرده ایستاده است مردم رو فقط مهاجر کرده ایستاده است با این هیچ وقت پیشرفت نخواهد شد و سبب اساسی این باز هم کی است عائله رحمانوف است رژیم رحمانوف است تا این رژیم هست در تاجیکستان هیچ گونه پیشرفت رو انتظار نباشید و این رو مردم و ملت تاجیک خوب بداند و برای پیشرفت و برای آزادی و برای صلح و برای وحدت باید همه ما با وحدت با یک دسته باید مبارزه بریم تا این عائله می رود من باور دارم که در مدت 1 سال زندگی مردم 10 مراتبه بهتر و خوبتر خواهد شد وحدت و صلح تاجیک امنیت و آرامی ملت تاجیک بنیاد خواهد شد برپا خواهد شد پاینده خواهد بود انا الهام جان حالا من شما رو پایین میکنم منو ببینید آزیا پلوس نگاه کنید خبر تاجیکستان از روی سطح معاش از افغانستان قفا ماند بله آره در رده‌بندی جهانی بین 196 کشور تاجیکستان زینه 143 را اشغال نمود در رده‌بندی ریتینگ جهانی مهنت میانه ماهانه طبق فرضیه همین سازمان بین 196 کشور تاجیکستان زینه 143 را اشغال کرد انا ببینید همینجا گفته شده است ولو یعنی در همه گونه حالات از لحاظ سطح مزد مهنت میانه تاجیکستان میانه 5 کشور آسیای مرکزی تاجیکستان زینه آخر را اشغال میکند بدون افغانستان بله این حقیقت است و سبب این رژیم رحمانوف است که امروز مردم نه معاش درست میگیرد نه کاری درست دارد و نه یگان کارگاه درست دارد که مردم در آنجا کار کند و برای همین تا این رژیم هست تا این عائله هست پیشرفت و پروگرس و این چیزا در تاجیکستان نخواهد بود و یک قشر بای و کمبغل همیشه قشر بای و کمبغل خواهد ماند 2% یا 3% مردم بای و بدولت خواهد شد 97 یا 95% مردم همیشه در ناداری و قشاقی زندگی خواهد کرد در تاجیکستان مزد مهنت میانه این ماهانه در تاجیکستان $169 بوده است در افغانستان $205 دیدید ببینید خودتان تقریبا 15% معاش مثلا از افغان‌ها یعنی که همون معاش میانه افغان‌ها از تاجیکستان بالاتر است الکی رفتن به یک سطح بالا به یک سطح خوبی و امروز باز رحمانوف شاید امروز چند وقت من گوش میکنم که در همین مسئله ها همیشه رحمانوف دیگر افغانستان رو مثال نمیبرد برعکس مردم رو همیشه با جنگ و خونریزی و نمیدونم با تهدید کردن و با منع کردن و با ترسانیدن امروز مردم رو اداره کرده ایستاده است و خدا قد ان شاء الله من امید دارم باوری دارم که این چیز پایان خواهد شد این سال است سال آینده است بعد از 1 سال است بعد از 2 سال است من حتما باور دارم که این چیز پایان خواهد شد و مردم حقیقت صلح وحدت غلبه خواهد کرد و این ارزش‌ها و مقدس‌ها جای خودش رو خواهد گرفت سلامت و سربلند پیروز باشد برادر عزیز گرامی تشکر به شما که در برنامه شرکت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید سلامت باشید در پناه خدا باشید تماشاگران عزیز این بود برنامه امروزه ما
چیزهایی که در ذهنمان بود و میخواستیم بگوییم گفته شد و امیدوارم که نظرهایی که مهمانان ما داشتن انشالله مقبول شما گشت. از یکایی که شما خواهش میکنم تماشابینان عزیز که این برنامه های ما را که تماشا کردید بخیلی نکنید دیگران هم تماشا کنند و دوستانتان فرستانید، در شبکه‌های اجتماعی آن را شریک گذاری کنید. همچون ما فکر نظر شما را اینجا را نپرسیدیم چون که برنامه روزانه فکر با مهمانان مخصوص میگذارد و هر کسی میخواهد در این برنامه با فکر اندیشه خود شرکت کند و طولی زیاده از 1 ساعت را با ما گذراند. به من نویسد، به ما خبر دهد، حتما با او، یعنی اگر مهارت کارشناسانه داشته باشد حتما برنامه رو میگذارونیم، فکر اندیشه هایش رو میپرسیم. دوستان عزیز، کسانی که اینجا هستید ما رو میشنوید، لطفاً آبونه نشده از ما دور نشوید، آبونه نشده ما رو ترک نگویید، حتما آبونه شوید. ما کوشش میکنیم که سزاوار باوری و سزاوار آبونه شدن شما باشیم. این بود برنامه امروزه. برادران و خواهران عزیز، هموطنان گرامی، با امید این که یک روز می شود که ما وحدت حقیقی داشته باشیم و صلح حقیقی را جشن میگیریم. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. سلامت و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله. تا دیدار در برنامه های دیگر.